الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. شب و روز خوشی را برای شما بینندگان آرزومندم و در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه پرسش و پاسخ و فتواهای شما که از طریق چندین روش SMS و پیام‌های صوتی و تلفن مستقیم که پخش میشه در برنامه با ما سوالهاتون را مطرح میکنین و در این برنامه نیز طبق روال همیشگی در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید دارم. منم خدمت شما جناب آقای عباسی و همچنین تمام بینندگان عزیز و ارجمند که پای این برنامه نشستند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا اگر طبق روال عادی اگر از سوالهای بینندگان که از طریق SMS فرستادن شروع بکنیم. اولین بیننده سوالش است در مورد نماز جنازه است که سوالشون این است که در مورد نماز جنازه مع تکبیرات یک توضیحاتی بدهید که به چه صورت است. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بحث نماز جنازه یکی از حقوق مسلمان بر برادر مسلمان هست. یعنی آخرین حقی که یک مسلمان بر مسلمان دیگر دارد این است که کسانی که زنده هستند وقتی که کسی فوت می شود و از دنیا می روند، زندگان ورثه باقی ماندگان کسانی که حضور دارند بروند در نماز جنازه شرکت بکنند. این یک حقی از حقوق مسلمانان هست و اضافه بر این یک عمل خیر هست و کار ثوابی برای خود اون کسانی که در نماز جنازه شرکت می کنند هم محسوب می شود. هم حقی هست که رو ادا می کنند برای برادر و خواهر مسلمانشون و هم عمل صالح و خیری هست که خودشون در واقع اون رو انجام میدن. در روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب آمده به عنوان شهادت و گواهی هست و دعای خیر هست برای میت و ثوابش هم اومده که اگر کسی شرکت بکنه در نماز جنازه تا زمانی که اون جنازه رو میبرن دفنش میکنن به اندازه 2 قیرات بهش ثواب میرسد و هر قیراتی به اندازه یک کوه بلند مانند کوه احد در واقع این ترسیم و توضیح داده شده. و اگر صبر بکند فقط یعنی در نماز جنازه شرکت بکند تا دفن شرکت نکند به اندازه 1 قیرات یا همون 1 کوه بهش ثواب میرسد. پس بنابراین نماز جنازه هم حق برادر مسلمان و میت هست و هم عمل صالحی است که شما آن را انجام میدهید. در مورد نماز جنازه 4 تا عمل هست و جزء اساسیات و ارکان نماز جنازه محسوب می شوند. اولی نیت هست. نیت در تمامی عبادات وجود دارد و بدون نیت هر عبادتی رو که و عملی رو که به عنوان تقرب انجام می گیرد اگر نیتی در آن نباشد تقربی هم وجود ندارد. اولین شرطش یا اولین رکنش همون نیت هست که انسان با نیت برود نماز جنازه رو بخواند. نیت هم چیزی نیست که انسان یک چیزی رو جمله رو بر زبان بیاورد یا جمله عربی رو حفظ بکند. هیچ چیزی از این موارد لازم نیست و حتی جمله هم به عنوان نیت نماز یا نماز جنازه یا نمازهای دیگر در شریعت اسلامی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. نیت در نماز جنازه و نمازهای دیگر یعنی تصمیم قلبی. خود این که انسان حرکت میکند میرود تشییع جنازه در صف میسد این به معنی نیت نماز جنازه هست.
نیتش این است که من نماز جنازه رو بر این میت ادا میکنم. این که جمله رو تلفظ بکند، چه عربی باشد، فارسی یا هر زبان دیگر، به هیچ عنوان لازم نیست. نیت عمل قلب هست و خود همین حضور شما در نماز جنازه یا در صف نماز 5 وقت، این در واقع به عنوان نیت شما محسوب می شود. پس بنابراین نیتی که آن را تلفظ بکنید وجود نداره. و نماز جنازه با تکبیر شروع می شود، با نیت هست و بعد از آن 4 تا تکبیر وجود داره. و دلیل این تکبیرات هم حدیث سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه است و در مورد که چندین طریق نقل شده در مورد نماز جنازه‌ای که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نجاشی خوندند، صلات غایبانه‌ای که در این روایت که متفق علیه هست صراحتا اومده و کبر علیه 4 تکبیرات، که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر نماز جنازه پادشاه حبشه نجاشی که مسلمان شده بود 4 تکبیر گفتند. پس بنابراین نماز جنازه بعد از این که شروع می شود، بعد از نیت با تکبیر شروع می شود و 4 تا تکبیر هست. این 4 تا تکبیر بعد از هر تکبیری دعا خوندن به صورت کامل جایز هست، محدودیتی وجود نداره. می شود بعد از تکبیر اول، دوم، سوم یا چهارم دعا خود، هیچ محدودیتی وجود نداره. اما ترتیبی که وجود داره در تکبیرات نماز جنازه، تکبیر اول فاتحه خوانده بشود. تکبیر اول بعد از اینکه امام تکبیر میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و سوره فاتحه خونده بشود که این قول جمهور فقها هست، به خاطر استدلال از حدیث کلی که در این زمینه اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحه الکتاب. این فقهایی که معتقد بین هستند از عمومیت این حدیث استدلال کردند. پس بنابراین بعد از تکبیر اول قرائت فاتحه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و سوره فاتحه. منتها غیر از سوره فاتحه، یعنی اگر کسی سوره فاتحه رو ترک بکند، حداقلش بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و نظر امام مالک، این هم جایز هست که به جای فاتحه دعای استفتاح را بخوانند. به جای فاتحه دعای استفتاح رو که در اول نماز میخونند گفتند که به جای فاتحه این دعا رو در واقع بخونند. این بعد از تکبیر اول هست. بعد از تکبیر دوم صلوات فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و صلواتی که در نماز جنازه خوانده می شود هر صلواتی باشه با هر جمله و هر تعبیری که باشد، منتها کامل ترینش همون صلواتی هست که در تحیات نماز میخونند، در قعده و تحیات وقتی میخونند السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته یا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. این دعایی رو و درودی رو که در قعده و در تشهد میخونند این بهترین و کاملترین درود هست. پس بنابراین بعد از تکبیر دوم این درود رو یا هر درود دیگری رو بخونند، هر لفظ دیگری که وارد شده هم بخونند، هیچ گونه اشکالی رو نداره. بعد از تکبیر سوم دعا برای میت هست، دعا و سفارش هست برای میت. هر دعایی که میتوانند بکنند، لازم نیست که حتما یک دعایی رو حفظ بکنند و مخصوص این باشه و که حتی به غیر زبان عربی هم اگر کسی نمیداند و نمیتواند جمله رو دعای حفظ بکند، جایز هست به زبان خودشون، به زبان مادری خودشون هم دعا بکنند، هیچ اشکالی در نماز جنازه وجود نداره. منتها بهترین دعایی که در این زمینه هست و در سنن ابو داود نقل شده و بیشتر هم این دعا خونده میشه این است که این گونه دعا بکند که اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا الی آخر این دعا که اللهم من احییته منا فاحیی علی الاسلام و توفیته منا فتوفه علی الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعد. یا در بعضی از روایات اومده لا تفتنا بعد. این دعایی هست که بخونند. غیر از این هر دعایی رو با هر زبانی که بلد هست در نماز جنازه میتونند بخونند. محدودیتی وجود نداره در دعا. این دعایی که از دعاهایی هست که ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن. و بعد از تکبیر سوم تکبیر چهارم هست و بعد از تکبیر چهارم سلام گفتن هست که سلام میدن. سلام چه به یک طرف باشه، اون گونه که بسیاری از فقها اینا نظرشون هست، مانند امام مالک و امام احمد ابن حنبل و تعدادی از فقها، یا این که در واقع دو سلام بدهد مانند مذهب امام شافعی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و همون گونه که عرض کردم در تمامی این تکبیراتی که گفته می
میشه دعا جایز هست. یکی این نماز جنازه یک قالب مشخصی که به هیچ عنوان نتواند قابل تغییر باشه. یه مردم این وسواس رو داشته باشند که نماز ما جایز هست، جایز نیست، ثواب میرسد، ثواب نمیرسد. این گونه نیست. بعد از هر تکبیری میشود دعا کرد. بعد از تکبیر سوم، بعد از تکبیر دوم هر گونه در واقع درودی رو، صلواتی رو بگویند جایز هست. بعد از تکبیر سوم هر گونه دعایی رو که برای میت باشه، معصور و غیر معصور، به زبان عربی و غیر عربی جایز هست. و بعد از تکبیر چهارم در واقع سلام گفتن هست. و در مورد بلند کردن دست‌ها در نماز جنازه هر دو صورتش هست. هم میتونن دست‌ها رو بلند بکنن، تعداد از فقها این رو ترجیح دادن مانند مذهب امام احمد ابن حنبل، و تعداد دیگر از فقها نظرشون این است که استدلالشون از عمومیات هست، عمومیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای پنجگانه دستشون رو بلند می‌کردن و اگر دست رو بلند هم نکردن هیچ گونه اشکالی ندارد. بلند نکردن دست در نماز جنازه هیچ گونه اشکالی ندارد. هر دو صورت جایز هست. هر دو صورت جایز هست و هیچ اشکال نداره. گرچه از نظر دلیل وقتی که نگاه بکنیم بلند نکردن دست اولاتر و بهتر هست. بلند نکردن دست در نماز جنازه اولاتر و بهتر هست و دلیل کسانی هم که دست بلند میکنن عمومیاتی هست که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که دادین. و بیننده بعدی سوالشون این است که لطفاً درباره طرز قرار گرفتن کاسه دستشویی نسبت به قبله توضیح دهید. بفرمایید. یکی از ویژگی هایی که این دین برگزیده الله متعال و دین اسلام دارد این است که در تمام جزئیات زندگی انسان احکامی را دارد. و جالب هست که یکی از غیر مسلمانان ایراد گرفته بود بر یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که این چه پیامبری هست که به شما یعلمکم حتی القراءه، به شما همه چیز رو یاد داده، حتی دستشویی رفتن رو به شما آموزش میده. میگه بله، این از خوبی اسلام هست که حتی در موارد فطری و در موارد ریز زندگی هم برای مسلمانان احکامی رو در واقع صادر کرده. یکی از احکامی که در این زمینه وجود دارد و روایتی هست متفق علیه در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه در واقع نقل شده و روایت کاملا 100% صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. این روایت صحیح است و کاملا صریحه. هنگامی که شما به غایط رفتید، یعنی به دستشویی رفتید، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، رویتان و پشتتان به طرف قبله نباشه. نشستن در هنگام قضای حاجت و اجابت مزاد رو به قبله یا پشت به قبله بنابر این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم جایز نیست و در ادامه میفرماند ولکن شرقوا او غربوا، اما به طرف شرق بنشینید یا به طرف غرب بنشینید. اینو در مدینه گفته که یا به طرف شرق باشید یا به طرف غرب باشید، که معمولا در جاهایی که مثلا مانند ایران که قبلهش و افغانستان که قبلهشون طرف غرب هست، این معنی دیگه اونجا معنی نیست که شرق و غرب، زیرا اگر به طرف شرق و غرب بشینن دقیقاً روی یا پشت به طرف قبله میشد. برای اهل مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که به دستشویی رفتید روبروی قبله یا پشت به قبله ننشینید، رویتون باید به طرف شرق یا غرب باشه. اهل ایران و برای کسانی که غرب در واقع قبلشون هست اونا باید به طرف شمال یا جنوب بنشینن. منتها در این زمینه یک تفصیلاتی رو هم برخی از فقها بیان کردند که آیا این مخصوص صحرا هست یا مخصوص صحرا نیست، آیا در صحرا این حکم وجود داره یا اگر در دستشویی کسی مثلا نشسته بود در چهار دیواری باز هم این حکم است. یک تفصیلاتی هست که قول مختار و راجح و اولاتر و مطمئنتر در این زمینه این است که نه روبروی قبله نشستن جایز هست و نه پشت به قبله نشستن جایز هست، نه در دستشویی یعنی در چهار دیواری که باشه و نه در صحرا. در هر صورت اولاتر و بهترین است که این حدیث رو مد نظر قرار بدن و اگر خونه رو میخوان بسازند سنگ دستشویی رو به گونه‌ای قرار بدن که روبرو یا پشت به قبله نباشد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا باید از پول کرایه خانه که میگیرن آیا زکات بدهیم؟ به صورت کلی چه منزل باشد
که به کرایه بدهند، یا زمینی باشد اونو به کرایه بدهند، هم از این که زمین زراعی باشه یا برای موارد دیگر استفاده بشود، یا ماشینالاتی باشند، ماشینالات سنگینی که در واقع ابزار کار هستند، یا ابزار دیگری که ابزار کار محسوب می شوند و منبع رزق و درآمد هستند. اینها خودشون زکات ندارن، خود این موارد زکات ندارن و درآمدشون به یک شرط زکات داره، مطلقاً این نیست. یعنی فرض بکنید کسی منزلی رو به کرایه داده، زمینی رو به کرایه داده، فرض کن ابزار آلاتی دارد مانند ماشین آلاتی دارد، اینها رو به کرایه داده، ابزار آلات کاری رو به کرایه داده، اینها خودشون زکاتی رو ندارن، اما درآمدی که کسب میکنن و همچنین درآمدی که انسان از راه دیگر دارد، مانند یک فرض بکنیم کسی کارمند هست از یک جای حقوق میگیرد، این خود حقوق کارمند یا حقوقی که ماهانه انسان دریافت میکند به اضافه موارد دیگر و عایداتی که به انسان میرسد، اهم از کرایه منزل باشه، کرایه زمین باشه، کرایه ماشین آلات یا ابزار آلات کار باشه، هیچ کدام از اینها به صورت اساسی زکات ندارند مگر با دو شرط که این در شرط در کل امور زکات این وجود داره. یکی این که این مالی که درآمدی که هست، چه درآمدی از کرایه هست، از کرایه دریافت میکنه، کرایه منزل، کرایه ماشین، هر مورد دیگر، یا این که در واقع حقوق میگیرد، حقوقش هست که ماهانه بهش میرسد، اگر این موارد به سقف زکات برسند، به نصاب شرعی برسند، یعنی به اندازه قیمت 20 مثقال طلا برسند، این شرط اول هست، یک به اندازه 20 مثقال طلا برسند. و شرط دوم این است که این مال یک سال کامل، یک سال قمری بر این مال بگذرد، از زمانی که این مال به دستش رسیده، از زمانی که کرایه خونه رو تملک کرده، از زمانی که حقوق را گرفته، این حقوق و این کرایه منزل باید به اندازه قیمت 20 مثقال طلا برسد، این شرط اول. و شرط دومش که یک سال بر آن بگذرد. اگر یک سال بر آن گذشت و قیمتش مساوی با 20 مثقال طلا یا بیشتر بود، بر آن زکات هست به مقدار 2.5% زکات هست. اما فرض بکنیم که انسان یک در واقع کرایی رو دریافت کرد از زمینش، از منزلش یا از ماشینش، یا این که حقوقی رو دریافت کرد، ولو این که هرچند که زیاد باشه، بیشتر از 20 مثقال طلا بود، اصلا 100 میلیون هم که ماهانه کسی درآمد داشته باشه، اما بگونی هست که این براش اصلا نمیمونه، تا آخر ماه تا آخر سال این چیز براش باقی نمیموند. به هر سقفی که باشد اگر یک سال کامل بر آن نگذرد، در این صورت زکاتی هم در آن نیست. فقط با دو شرط زکات داره، قیمتش این پولی که به دست اومده معادل 20 مثقال طلا باشد و به اضافه این که یک سال کامل نزد اون بماند و ملکیتش یک سال بر اون بگذارد. در غیر این دو صورت زکات واجبی بر آن نیست، مگر اینکه خودش بخواد که صدقه نفلی رو بدهد، که اولاتر این است که انسان از هر مالی که کسب می‌کند حق سائل و محروم اینها رو در واقع جدا بکند، یک بخشی از اموالش رو اختصاص بدهد به فقرا، ولو اینکه به حد زکات هم نرسد. اما زکات واجب شرعی بر چنین مالی واجب نمی‌گردد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که لطفاً در مورد سرنوشت بچه‌ای که از راه زنا به دنیا می‌آید صحبت کنید، که آیا باید آنها را کشت یا باید با آنها چه کار کرد؟ به کسی دیگه داد؟ در مورد زنا هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداره که زنا جز در واقع بزرگترین گناهان کبیره هست. حتی در بعضی از روایات بعد از شرک این زنا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرد، جز 7 موبقات هست و در برخی از موارد بعد از شرک در واقع ذکر شده است. الله متعال می‌فرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. در آیات قرآن ما متعدد داریم که الله متعال ما رو از نزدیک شدن به زنا منع کرده، نه اینکه انجام دادن زنا. ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نروید، یعنی این که مواردی که شما رو به زنا نزدیک می‌کنند مقدمات زنا هستند، اهم از چشم چرانی باشد، اهم صحبت کردن با نامحرم باشد یا خلوت با نامحرم باشد، تمام اینها جز مقدمات زنا هست و اسباب زنا هست.
حتی این موارد رو الله متعال در واقع حرام قرار داده در احادیث و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و تعبیر الله متعال که ولا تقربوا الزنا هم این هست که حتی این موارد مقدماتی رو که زنا نیستند اما مقدمه زنا هستند، شما به این موارد هم نباید در واقع نزدیک بشوید. حدیثی هست در صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. انسانی که زنا میکند در هنگام زنا مؤمن نیست. و بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که ایمان انسان در آن زمان از انسان سلب می شود و در واقع خارج می شود در هنگامی که انسان مشغول عمل زنا هست. تا این اندازه زنا در شریعت اسلامی، در قرآن و در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نکوهش شده. اما ما این نقطه رو باید مد نظر داشته باشیم که در زنا اگر گناهی انجام میگیرد، این گناه این دو نفر هست، گناه دختر و پسر یا زن و مردی هست که در واقع زنا رو انجام دادن. تمام گناه بر اینها هست. فرزندی که از این زنا ولو این که به صورت نامشروع هست و در واقع عمل حرامی رو دارن انجام میدهند، فرزندی که نتیجه این زنا و عمل نامشروع هست، اون فرزند یک حکم دیگری رو دارد. اونو در واقع نمی شود که کافر خواند، نمی شود که اون رو نجس خواند، نمی شود که اون رو واجب القتل در واقع خواند. به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کشتن مولود و نوزادی که از راه زنا به دنیا آمده جایز نیست، بلکه این حرام هست و این یک قتل عمدی محسوب می شود. فرق نمی کند اون کسی که کشته می شود حلال زاده باشد یا زنا زاده باشد، در هر دو صورت این گناهش در واقع یک مورد هست. و جالب هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه این مطلب رو برای ما نقل می کند و روایت در صحیح مسلم هست که یک زنی اومد از قبیله جهینه بود و این زن اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله زنا کرده و باردار از زنا هست، گفت که حد رو بر من جاری بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه مطمئن شد که واقعا راست گفته و اقرار کرده و این حد شرعی زنا باید بر این فرد و بر این زن باید اجرا بشود، جالب هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیش را صدا زد، پدرش را یا کسی که ولیش بود این صدا زد و اونو خواست و سفارش کرد احسن الیها. خیلی این نقطه واقعا قابل تأمل هست. دختری زنی رفته زنا کرده، باردار هست و حامله هست از زنا، اومده در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و خواستار این شده که رجم بشود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیش را صدا میزند، میخواهد و بهش میگوید که احسن الیها، بهش احسان بکن، نیکی بکن، نه اینکه بهش بدی بکنی، نه اینکه مورد ضرب و شتمش قرار بدهی، اجازه چنین کاری را نداری. احسن الیها، بهش احسان بکن، خوبی بکن. فاذا وضعت فاتنی بها، وقتی که وضع حمل کرد اونو نزد من بیاور. یعنی اگر فرزند را یا جنین را که از راه زنا در واقع منعقد شده اگر کشتارش لازم بود و باید اونو میکشت، اولاتر و بهترین بود زمانی اینو میکشتن در شکم مادر بود، مادرش را با این جنین سنگسار میکردن تا این هر دو تا در واقع بمیرن. اما در موارد اتفاق افتاده، من جمله این مورد که رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که به این زن احسان و نیکی بکنید، خوش رفتاری بکنید، وقتی که وضع حمل کرد اون بچهش رو نگهداری بکنید. حتی در برخی از روایاتشون و فرزندشون رو مهلت داد، گفت برو با فرزند دوران شیرخوارگیش تمام بشه، زمانی که تونست خودش تغذیه بکند بعد از این بیا. بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم رجم رو که یک حکم شرعی بوده که در قرآن کریم وجود داشته و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، این حکم رو در واقع اجرا کردند. پس بنابراین به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی هیچ فردی اجازه ندارد که ولد الزنا رو در واقع بکشد، از بین ببرد، به بهانه این که من میخوام که اثر اون گناه و معصیت و اون جرمی رو که انجام داده در واقع پاک بکند. جزاکم الله خیر بابت این توضیح که دادین. و آقا فرزاد از سرندج سوالش این است که آیا لمس کردن کعبه جایز است؟ آیا درباره لمس کردن کعبه به جز حجر الاسود چیزی در حدیث آمده که دیوار کعبه را لمس کنیم یا این کار شرک است؟ بفرمایید. در مورد لمس کعبه و دست زدن به کعبه، اون چیزی که مشروع هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، دست زدن دو رکن یمانی هست.
دو رکن و دو گوشه که خود رکن ها دیگه یمانی هست و گوشه. کعبه 4 تا رکن داره. هر خونه ای رو که به صورت مربع باشه یا مثلث باشه در واقع 4 رکن و 4 زاویه داره. رکن یعنی زاویه. دو زاویه یمانی را، دو زاویه یمانی، دو تا زاویه داریم که شامی و عراقی هستند و این همون قسمتی است که دیوار کوچکی در واقع روبرویش هست. حجر اسماعیل. حجر اسماعیل گفته می شود. این قسمت دیوار هست. اون همون حجر یا همون در واقع رکن عراقی و رکن شامی هستند. این دو رکن دیگرش و دو زاویه و دو گوشه دیگرش اینها رکن یمانی گفته می شد که به طرف یمن هستند. یکی از ارکانش و یکی از زاویه ها اون زاویه هست که حجر اسود وجود داره، حجر اسود. و رکن دیگر که رکن یمانی هست گوشه سمت چپش هست، گوشه سمت چپ. این دوتا رکن رو میگن رکن یمانی. این از رسول الله صلی الله علیه و سلم دست زدنشون ثابت هست. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در صحیح متفق علیه که در صحیح بخاری و مسلم هست میگوید که لم ارى النبی صلی الله علیه و سلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین. من ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کعبه رو دست بزنند مگر دو رکن یمانی را، دو گوشه یمانی را و دو همین زاویه رو که برخلاف اون جهت دیوار کوچک هستند. دست زدن این دو رکن جایز هست از نظر شرعی، هیچ گونه، بلکه سنت هم هست. برای رکن یمانی یعنی گوشه‌ای که قبل از حجر اسود هست اگر رسیدن، تمام اینها روی اگر هست، واجب نیست، اگر رسید به اون دست بکشد، اگر رسید بهش دست بزند و طوافش رو ادامه بدهد تا زمانی که به حجر اسود میرسد. به حجر اسود اگر رسید، اگر فرصت داشت، خلوت بود و خودش و دیگران دچار زحمت نمیشدن، اون میتواند که دستش بزند یا اینکه اون رو ببوسد. هر دوتاش از رسول الله صلی الله علیه و آله و از عمل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ثابت است. بوسیدنش یا سر گذاشتن یا پیشانی گذاشتن بر این در واقع ثابت است. در رکن یمانی یعنی رکنی که اول هست دست بزند، اگر بهش نرسید اشاره نکند، یعنی دور بود لازم نیست که دست رو بلند بکند. اما در گوشه‌ای که حجر اسود هست اگر نزدیک بود میتونست دست بزند یا ببوسد، اولاتر و بهتر است. اگر نرسید، وقتی که مقابل و به برابر این موازاتش میرسد دست رو بلند بکند و ثابت هم هست که بگن بسم الله الله اکبر. این دو تا رکن را پس بنابراین دست زدنش جایز هست از نظر شرعی و سنت هست. اما در بقیه موارد یعنی بقیه قسمت‌های خانه کعبه دست زدن خانه کعبه به صورت کلی جایز هست. هیچ ممنوعیتی نیومده که کسی حق ندارد که خانه کعبه رو دست بزند یا لمس بکند. به تعبیری که ایشون گفتن آیا شرک هست؟ به هیچ عنوان شرک نیست، بلکه در این زمینه روایاتی هم وجود دارد، منتها این روایات ضعیفی هست. روایاتی در این زمینه وجود دارد و این روایات ضعیفی هستند، مانند روایت حضرت عبدالرحمن ابن ابی صفوان هست که میگوید من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم با تعدادی از اصحاب بعد از در واقع در خانه کعبه در قسمت ملتزم اینا خودشون رو چسبانده بودن به خانه کعبه. این روایت در سنن ابو داود هست، منتها از نظر سندی در واقع ضعف دارد. همچنین روایت دیگری در سنن ابو داود هست که از عمرو ابن شعیب رحمت الله علیه نقل شده که عبدالله ابن عمرو این عمل رو انجام داده، منتها این روایت هم روایتی هست که در اون ضعف هست. نمیتونیم که این که من عرض میکنم که روایت ضعیفه یعنی که نمیتونیم به استناد از این روایات دست زدن به بقیه قسمت های خانه کعبه رو مسنون قرار بدیم که سنت قرار بدیم. اما در جوازش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. جایز هست که تمام قسمت های خانه کعبه رو اگر کسی میخواهد میتواند که دست بزند، منتها این نه لازمی هست و نه سنت هست. چیزی که سنت هست فقط دست زدن دو تا رکن یمانی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست زدن. بقیه قسمت هایش دست زدنش جایز هست، شرک نیست اون گونه که بیننده میگفتن، نه شرک هست و نه سنت هست. جزاکم الله خیر. و بیننده بعدی از لمزان پرسیدن که اگر زن و شوهر موقع نماز خواندن بدنشان به همدیگر بخورد آیا وضوء آنها باطل می شود؟ در مورد نقض وضو، شکستن وضو از لمس زن که دست زدن زن و مرد که یکدیگر رو در واقع دست بزنند وضو بشکنند، ما میدونیم که در این زمینه در میان فقها اختلاف نظر و دیدگاه وجود داره.
امام شافعی رحمت الله علیه و همچنین ابن حزم رحمت الله علیه نظرشون این است که با دست زدن زن که زن و شوهر یا زن به صورت اینکه نامحرم باشه دست بزنند این موجب نقض وضو می شود. یعنی وضو می شکند، اهم از این که این دست زدن اختیاری باشد یا غیر اختیاری باشد، بر اساس شهوت باشد یا بدون شهوت باشد. اما عموم فقهایی که وجود دارند، بقیه فقها مانند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و حتی نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این است که این دست زدن زن باعث نقض وضو نمی شود. یعنی زن و مرد وقتی که همدیگر را دست بزنند این باعث شکستن وضو نمی شود. خاص نیست، زن و مرد به صورت کلی باشند. این در واقع بنابر نظر امام ابو حنیفه و شیخ الاسلام ابن تیمیه و تعدادی دیگر از فقها و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این موجب نقض وضو نیست. و برخی از فقها قول میانه رو در این زمینه گرفتن، مانند امام مالک و احمد ابن حنبل گفتند اگر این دست زدن بر اساس شهوت باشد شکننده وضو هست، اگر غیر شهوت باشد عادی باشد غیر ارادی باشد در این صورت فرمودند که این نقض موجب نقض وضو در واقع نمی شود. اما در واقع وقتی که ما برمیگردیم و دلایل رو در این زمینه نگاه میکنیم، این خوبی رو اهل سنت و الجماعت دارند، علما و مجتهدین و فقهای اهل سنت و الجماعت، که قبل از این که نظرشون به اقوال ائمه مجتهدین باشه به دلایل فقهی هم نگاه میکنن، به اصول فقهی در این زمینه نگاه میکنن. امام شافعی رحمت الله علیه نظرشون و استدلالشون از آیه قرآن هست که در آیه وضو الله متعال میفرماند او لامستم النساء، یا این که زنها را مس کردید، لمس کردید. این در واقع از کلمه این مس در واقع گرفته، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر زنها رو دست زدید و آبی نبود پس شما چیکار بکنید؟ تیمم بکنید. پس معلوم می شود که دست زدن زن و مرد یکدیگر را دست بزنند این شکننده وضو است. این ظاهر آیه هست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که امام مفسرین هست و حبر امت، دانشمند امت در واقع معرفی شده، نظرش این است که او لامستم النساء در اینجا این کنایه هست. این یک نوع کنایه‌ای هست که الله متعال دو کنایه رو در اینجا به کار برده در آیه وضو. یکی غایت هست، غایت اساساً به معنی زمین گود هست، چون که هنگام برای انسان برای قضای حاجت در یک جای گودی می رود، جای در واقع پناهی می رود، به این خاطر کنایه شده. وقتی که شما به یک جای پناهی، جای گودی رفتید، یعنی این که کنایه از اجابت مزاج است. او لامستم النساء، یا این که جماع کردید، همبستری کردید با زنان. پس بنابراین تفسیر راجح و قول راجح این آیه این است که منظور از این آیه دست زدن زن نیست، بلکه کنایه از جماع است و عموم مفسرین هم نظرشون این هست. غیر از این وقتی که ما برمیگردیم به عملکرد رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم در هیچ یکی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به همسرانشون دست زده باشند و بعد از آن رفته باشند و وضو گرفته باشند. عکس این ثابت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست زدند اما وضو نگرفتند. منتها از نظر سندی این روایت مشکل داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل بعض نسائه ولم یتوضا. این روایت از نظر سندی مشکل داره، اما هست، وجود داره، اما عکسش وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه وسلم دست زده باشند و عملا رفته باشند و وضو گرفته باشند. بلکه در روایت دیگری که در صحیح مسلم هست و همچنین در سنن دیگر مانند ابو داود و ترمذی و بقیه هم اینو نقل کردند که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که من یک شبی در خانه خوابیده بودم و نوبت خودش بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وجود داشتند و گفتم من یک پاسی از شب بیدار شدم، دست دادم دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سر رخت خواب نیست. در روایت دیگر اومده که در اون زمان لامپ نبوده که چراغی لامپ خوابی در واقع باشه که ببینن. دست زده دیدم که رسول الله نیست و بلند شدم با دست خودم دنبال رسول الله میگشتم در خونه، یعنی با دست نگاه میکردم ببینم رسول الله صلی الله علیه وسلم کجا هست. میگه فالتمسته فوقعت یدی علی بطن قدمیه، من دنبال رسول الله میگشتم، دستم بر پشت پای رسول الله صلی الله علیه وسلم اصابت کرد.
در زمانی که رسول الله، یعنی پای ایشون به صورت عمودی بود و دست من به پشت پای رسول الله صلی الله علیه و سلم اصابت کرد و ایشان در واقع و هو فی المسجد، یعنی در هنگام نماز بودند و پاهایشون به صورت راست در واقع بودند و این دعا رو میکردن اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک. این دعایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام سجده میکردن. وجه استشهاد این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام نماز هست و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به ایشان دست میزند، اما باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون رو نمیشکنند. به این معنی هست که دست زدن زن و شوهر که دیگر رو زن دست بزنند یا زن مرد رو دست بزنند این جزء شکننده های وضو در واقع شمرده نمی شود. و همچنین روایت دیگری هست متفق علیه هست در بخاری و مسلم و از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که میگوید که من حجره کوچک بود خانه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگوید که من جلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوابیدم، یعنی طرف قبله میخوابیدم و رسول الله و میگوید که و رجلای فی قبلته، اصل در روایت اومده که من در جلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم این در قسمت قبله میخوابیدم و پاهای من جلوی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و در روایت اومده فاذا سجد غمزنی، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سجده میکرد به من دست میزد، یعنی اشاره میکرد که پاهایتو جمع بکن و من بعد از این پاهامو جمع میکردم و وقتی که رسول الله از سجده بلند میشد من دوباره پاهای خودم رو دراز میکردم. از این دو روایت که هر دو تا صحیح هستند قطعا و 100% ثابت میشود که دست زدن به زن یا دست زدن به مرد جزء شکننده های وضو شمرده نمی شود. حتی روایات دیگری هم در این زمینه وجود دارد. در سنن نسائی مثلا هست که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون تمام میشد با پای خودشون به من اشاره میکردن، من رو بیدار میکردند که بلند وقتی که وقت نماز وتر میشد. از تمام این روایات و روایت دیگر هم در این زمینه هست که دلالت میکنند بر این که دست زدن مجرد یعنی لمس زن و شوهر یا زن نامحرم و مرد نامحرم به یکدیگر این جزء شکننده های وضو نیست. پس بنابراین قول به عدم شکستن وضو در این زمینه راجع هست، هم با آیات قرآن و هم با احادیث رسول الله و سیرت ایشان سازگارتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی کردن که یکی سوالشان طولانیه و به این صورته که گفتن اگر زن و شوهری در دوران نامزدی و هنوز به خانه شوهر نرفته، یعنی زن به خانه شوهر نرفته، به خاطر اختلافات شدید در عرض 2 ماه از هم بخواهند جدا شوند، حالا آیا مهریه به زن تعلق میگیرد؟ از این لحاظ که زن هیچ کاری برای مرد انجام نداده ولی عقدشان دائم بوده. در ایران میگن باید نصف مهریه را پرداخت کند ولی زن و مرد هیچ گونه رابطه جنسی با هم نداشتند. اینو در ایران نمیگن و اینو الله متعال در قرآن کریم گفته. در این مورد صراحتا الله متعال در سوره بقره احکامی رو دارن که اگر زن و شوهر قبل از در واقع همبستری و قبل از خلوت صحیحه و زفاف از هم دیگر جدا بشوند، زن در این صورت مستحق نصف مهریه هست. نصف مهریه رو الله متعال بهش صراحتا در قرآن داده. در سوره بقره آیه 236 و 37 فکر کنم الله متعال این آیه رو دارن صراحتا میفرماند که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هیچ اشکالی نداره اگر شما بخواید زنان رو قبل از این که به اونها دست بزنید یا با اونها هم بستری بکنید در واقع اونها رو طلاق بدهید. بعد از این آیه الله متعال احکامی رو صادر کرده که شما باید به زنان اون مهریه رو که دادید نصفش رو به اون بدید، یا اینکه اگر مهری حتی ثابت نشده فمتعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، شما یک چیزی رو به عنوان هدیه بدهید. عقد صورت گرفته منتها هنوز مهریه رو تعیین نکردند. اگر قبل از این که مهریه تعیین بشه و طلاق دادید، بعد از این هم یک چیزی رو به عنوان هدیه باید به زن بدهید. و در ادامه در آیه 230 هم میفرماد و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، اگر شما زنان رو طلاق دادید بعد از این
این که عقد خونده شده و مهریه تعیین شده، فنصف ما فرضتم، نصف آن چیزی را که شما به عنوان مهریه تعیین کردید این حق زن هست که در این صورت باید به زن در واقع پرداخت بشود. و در ادامه میفرماد الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة نکاح، مگر این که خود زن معاف بکنه یا این که ولی زن، پدر و مادر زن، اون شوهر رو و داماد رو معاف بکنند که ما از تو مهریه رو طلب نمی‌کنیم. پس بنابراین در اینجا حکم شرعی صریح قرآن این هست که در صورتی که زن و شوهر قبل از خلوت صحیحه، قبل از این که وارد اتاقی بشوند و در واقع در رو ببندند که با همدیگر تنها بشوند، یا قبل از جماع و همبستری از همدیگر طلاق بگیرند، از نظر شرعی این زن نصف مهریه رو مستحق هست که نصف مهریه رو کاملا، هر چیزی رو به عنوان مهریه تعیین شده نصف اون رو باید بدن. منتها در موردی که احساس می شود که این یک نوع تله هست، یک نوع سوء استفاده هست، خود این زن یک زن باشه که مثلا وجهه خوبی نداره، اساسا ثابت بشود که هدفش از این ازدواج این بوده که قبل از زفاف طلاق بگیره و نصف مهریه رو برای خودش در واقع تصاحب بکنه، اگر چنین موردی باشه که زنی بخواد سوء استفاده بکنه، در اینجا مرجعش حکم قاضی و دادگاه هست که در این زمینه باید حکم بکنه. جزاکم الله خیر. اگر موافق باشین تماس‌های صوتی و پیام‌های صوتی بینندگان را میشنویم و از اتاق فرمان هم خواهش میکنم که اولین پیام صوتی بینندگان را پخش کنند. سلام، من پویا نظری هستم از ایران. میخواستم این سوال شرعی بپرسم. خواندن نمازهای پنجگانه ثوابش بیشتر یا نمازهای سگانه؟ لطفاً جواب منو بدهید، خیلی برام ضروریه. میخواستم بدونم اگر میشه همین امروز جوابشو بدید. با تشکر از برنامه مفید و خدمات بسیار خداحافظ. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و مولانا بفرمایید. خوندن نمازهای پنجگانه در 5 وقت هست، یعنی 5 وقت ثابت شده از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگر سگانه بود که میشد نماز سگانه دیگه. بله، و به استدلال از آیاتی از قرآن کریم و عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم، عمل اصحاب، عمل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، هم در گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده و هم در گفتار سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آمده. در نامه‌ای که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر گفتن و یک دستوری رو در واقع دادن، این اوقات نماز رو کاملا مشخص کرده که وقت نماز فجر رو چه زمانی بخوانید، ظهر رو چه زمانی بخوانید و عصر و مغرب و عشا رو هر یک وقتی کاملا جداگانه است. از نظر اصلی و اساسی 5 وقت نماز در 5 وقت جداگانه و مجزا باید خوانده بشن، مگر در موارد استثنایی جمع کردن بین 2 نماز جایز هست، نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا. این موارد استثنایی سفر هست، در هنگام مسافرت جایز هست که نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت باید بخونند و نماز 2 وقت نماز رو در یک جا بخونند. نماز ظهر و عصر رو یک جا در یک وقت یا در وقت نماز ظهر یا تأخیر بندازن در وقت نماز عصر بخونند، یا نماز مغرب و عشا رو در وقت مغرب یا در وقت عشا بخونند. در سفر این مورد جایز هست و همچنین در هنگام بیماری، کسی بیمار هست و وضو گرفتن برایش مشکل هست یا اساسا نمیتواند که نماز را سر وقت بخواند، از نظر شرعی مشکل نیست، میتواند که نمازها را جمع بکند. اما در حالات عادی قطعا این اختیاری نیست که 3 وقت بخوانند یا 5 وقت بخوانند و حکم شرعی است که حتما این نمازها را در 5 وقت بخوانند، مگر در صورت‌های استثنایی و حالت اضطراری که در مسافرت باشه یا در هنگام بیماری. بله، سپاسگزارم از شما. اتاق فرمان لطف کنن پیام بعدی رو پخش کنین. من منصور عطایی هستم از افغانستان ولی و ایران زندگی میکنم. من چند تا سوال داشتم. یه سوال که من چند تا نماز بلدم بخونم ولی نیت کردم بلد نیستم. خواهشاً ازتون پیش میکنم که اینو توضیح بدین که چجوری باید موقع که نماز بخونم باید چجوری نیت کنم، چجوری باید چیکار کنم، چی باید بگم. دست نکنم. خداحافظ. بله بفهم. در مورد نیت اتفاقا امروز هم سوالی در این زمینه بود. عرض کردم که نیت کردن در نماز هیچ گونه وسواسی لازم نداره.
متاسفانه در این زمینه بسیاری از مردم و اون گونه که این بیننده عزیزمون اظهار داشتند وسواس داشتند که نیتمون بسته شده، نیتمون بسته نشده، نیتمون درست هست یا نیتمون درست نیست. بعضی از مردم اینقدر حساس هستند در نیت نماز، میگن نیت کردم که بخوانم دو رکعت نماز فرض کنم فجر را یا 4 رکعت نماز ظهر را نمیدونم با جماعت پشت سر امام فلانی، اسم امام و اسم مسجد و محله و شهر و تمام اینها رو در واقع میگیرن به خاطر محکم کاری. البته صورت مزاح میگم، کسی اسم مسجد و امام رو نمیگیره. به هر صورت بعضی از مردم حساسیت دارند و میخوان ثابت بکنند که من نیت کردم که بخوانم 4 رکعت نماز ظهر را در مثلا با نماز جماعت. هیچ چیزی از این موارد لازم نیست. من قبلا عرض کردم که نماز مجموعه ای از اعمال قلبی و اعمال و گفتار و عمل ظاهری هست. یعنی یک احکامی داریم که برمیگرده به قلب که صرفا نیت هست و نیت کردن اساساً کار قلبه، تصمیم گرفتن، نیت کردن، اراده کردن. همین که شما بلند میشوید و میروید برای نماز، خود این نیت نماز هست. بلند شدن، رفتن به نماز، ایستادن سر مصلی یا ایستادن سر صف و شما میدونید که وقت نماز ظهر هست، این نیت هست. به هیچ صورت لازم نیست، نه واجب هست، نه فرض و نه سنت، حتی مستحب هم نیست که انسان قبل از نماز سر زبان خودش اجرا بکند که اريد ان اصلي صلاه الظهر، یا اراده کردم که بخوانم نماز ظهر یا نماز عصر. تلفظ نیت به هیچ عنوان از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. نیت عمل قلب هست. بالفرض اگر کسی هم نیت بکند که نماز ظهر، مثلا نیت بکند که من میخوام نماز ظهر رو بخونم، اما بسیاری از مردم عادت کردن سر زبان میآورن، مثلا میگه نیت کردم بخونم نماز عصر رو، نماز ظهر، سر زبانش میاد که من نیت کردم نماز عصر رو بخونم. هیچ گونه اشکالی نداره. لازم نیست که دوباره سلام بده، نماز خودش رو بشکنه، دوباره نیت بکنه. شما در قلبت این هست که نماز ظهر رو میخونید، ولو اینکه زبانتون دچار اشتباه شده، این هیچ گونه تأثیری رو نداره. پس بنابراین برای نیت کردن در نماز یا هر عمل دیگر، بر زبان آوردن نیت یا تلفظ کردن یک جمله نه به زبان عربی و نه به زبان مادری خودتون هیچ چیزی لازم نیست. فقط همین که شما میدانید که وقت نماز ظهر یا عصر یا هر نماز دیگری هست، شما بلند شدید رفتید وضو گرفتید به خاطر این که آن وقت نماز رو بخونید، همین کفایت میکند. هیچ چیز دیگری بر زبان آوردنش عرض کردم که نه لازمی هست، نه واجبه، نه فرضه و نه سنت، حتی مستحب هم نیست. و اگرچه برخی از فقها اینو گفتند که مستحب هست، برخی از فقها نگفتن نماند، گفتن مستحبه، اما خود این استحباب یک حکم شرعی هست. هیچ گونه دلیلی از فرموده رسول الله یا از آیات قرآن نیست که این مستحب باشه. صرفاً رأی و نظر برخی از فقها هست که دلیل شرعی هم ندارد. پس بنابراین تلفظ نیت قبل از نماز یا هر عبادت دیگر نه فرضه و نه واجبه و نه سنت و نه مستحب است. نیت یعنی همان اراده قلبی و همان تصمیم قلبی شما که به خاطر اون اراده شما بلند شدید سر مصلی ایستادید یا در مسجد ایستادید که نماز رو بخوانید، همین کفایت میکند و تلفظ هیچ چیز بر شما لازم نیست. بله، سپاسگزارم از شما. و سوال بعدی بیننده رو پخش کنید. سلام، خسته نباشید. من خانمی هستم از ایران. از همسرم جدا شدم. الان با همسرم دوباره قرار با هم ازدواج کنیم، ولی هنوز به خاطر مشکلاتی که داریم اون نکاح رسمی، اون عقد رسمی هنوز انجام نشده. ولی نیتمون صادقانه به اینه که زندگیمون رو ادامه بدیم، یعنی حتی مثل یه زن و شوهر با هم. نیتمون کاملا مثل که اون شوهر منه و من زن اونم. خواستم بگم این گناهی نداره چون عقد رسمی جاری نشده، در حالی که مادر پدر من و مادر پدر اون در جریان هست. با تشکر، خسته نباشید. بله، بفرمایید. نکته اول در سوال این بینندمون ازدواج مجددشون هست که قبلا زن شوهر بودن و از همدیگر طلاق گرفتن، الان میخواهند که مجددا با همدیگر ازدواج بکنن. در هفته گذشته من مطالبی رو در این زمینه توضیح دادم. سوال ایشون کامل نیست و این طلاق گرفتن از هم جدا شدن اینو باید توضیح بدن که به چه صورت از همدیگر جدا شدن. آیا سه طلاقه هست یا طلاق اول و دوم هست، یا مثلا قاضی در میان اونها طلاقی رو واقع کرده. اینها در اصل حکم تاثیرگذار هست. اگر طلاق اول باشه خب میتونن دوباره با همدیگر ازدواج بکنن.
2 طلاق اگر داده صبر کرده تا عدتش تمام شده میتونن دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن. اگر 3 طلاق داده باشه در این صورت به هیچ عنوان نمیتونن با هم دیگر ازدواج بکنن مگر اینکه زن برود ازدواج مجددی رو با یک شوهر دومی داشته باشند و بعد از این به دلایلی مثلا منجر به طلاق یا فوت شوهر بشه، بعد از این میتونن به شوهر قبلیشون بر بگردن. پس بنابراین در 3 صورت میتونن به شوهر قبلیشون برگردن یا در 4 صورت. صورت اول این است که طلاق قبل از دخول باشه، میتونن دوباره با هم دیگر ازدواج بکنن. تا 1 طلاق باشه یا 2 طلاق باشه میتونن دوباره برگردن با هم دیگر ازدواج بکنن، یا اینکه قاضی در میان اونها طلاق انداخته باشه، ناسازگاری به وجود آمده یا بحث اضرار به زوجه باشه، ضرب و شتم کرده باشه و رفتن پیش قاضی و قاضی در میان اونها تفریق انداخته. در واقع این 4 صورت هست میتونن با هم دیگر دوباره ازدواج بکنن. اگر طلاق ثالثه و طلاق سوم رو انداخته باشه در این صورت نمیتوانند با هم دیگر ازدواج بکنن مگر در صورتی که این زن با شوهر دیگری ازدواج بکند و اختیاراً اونو طلاق بدهد یا اینکه در واقع فوت بکند. این مطلب اولی که در این سوال بود. و مطلب دوم این که ایشون گفتند که در واقع کسی خبر نداره از این ازدواج. خبر داشتن مردم لازمی نیست و همچنین خطبه خواندن و عقد خواندن این هم جزء شرایط اصلی نیست و اینها سنت هستند در عقد ازدواج. و اگر 2 نفری با هم دیگر ازدواج کردند با حضور ولی و شاهد، با حضور ولی و 2 نفر شاهد که در اونجا بودن، این ازدواج رسمی. فرض کن پدر و مادر هر 2 طرف حضور داشتند و ولی 2 طرف هستند و قطعا هم شاهد هستند، میتونند که شاهد باشند. 2 نفر مثلا پدر و مادر یا تعدادی از زنها که بودند، این در واقع میشه یک ازدواج شرعی. اگر عقد رسمی نخوندن به این معنی که نرفتن ثبتش نکردن در دفتر ازدواجی یا این که یک در واقع عالمی رو نیاوردند که خطبه شرعی اون عربی رو اجرا بکنه، این در صحت عقد تأثیری رو نداره. منتها اگر این با اجازه ولی بوده و با حضور 2 شاهد بوده و عقد خوندند به این معنی که با همدیگر ایجاب و قبولی صورت گرفته ولو این که اون جمله و خطبه عربی رو نخونده باشن، این ازدواج صحیح است. منتها مشروط بر این که طلاقی که قبلا از شوهرش گرفته طلاق سوم نباشه. اگر طلاق سوم هست نمیتونن به همدیگر برگردن. طلاق اول یا دوم باشه یا طلاق قبل از دخول باشه که از سوال برمی اومد که این گونه نیست، یا این که قاضی در میانشون تفریق انداخته باشه. در این صورت میتونن به هم دیگر بر بگردند و با همین شرایطی که خدمتشون عرض کردم. بله، جزاکم الله خیر. و اتاق فرمان لطف کنن سوال صوتی بعدی رو پخش کنن. سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی. محسن هستم از ایران. خواستم ببینم حکم شرعی تراشیدن ریش چیه و آیا تراشیدن آن با تیغ یا ماشین ریشتاش چه حکمی داره؟ جزاک الله خیرا. ممنون. خدا حافظ. سپاسگزاریم از بیننده عزیز. بفرمایید مولانا. در زمینه تراشیدن ریش با ماشین باشه یا با تیغ باشه، این در واقع هیچ گونه شک و شبهه‌ای در میان فقها و در میان محدثین وجود نداره. شک و شبهه‌ای نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند برای بلند گذاشتن ریش و محاسن و در این زمینه چندین روایت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و در بالاترین درجه صحت هستند. بدین معنی که روایاتی در این زمینه هست که متفق علیه هستند، مانند روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که می‌فرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خالف المشرکین احفوا الشوارب واعفوا اللحى. با مشرکین مخالفت بکنید و در تضاد باشه عمل شما با مشرکین و سبیل خودتان را، یا به تعبیری که برادران افغانی دارند بروت را، این را کوتاه بکنید و ریش و محاسن خودتان را، لحیه را اعفا بکنید، یعنی بزرگ بکنید و اونو در واقع بلند نگه دارید. در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع جملات متعددی وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، مانند
ورخ اللحا یا این که وفر اللحا و تعبیرات دیگری هست که من عرض کردم که در این زمینه در میان فقها و محدثین هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه وسلم در احادیث متعددی امر کردند برای بلند گذاشتن ریش و محاسن. و از نظر اصولی همه اینو قبول دارند که امر همیشه وقتی که یک جای وارد می شود امر برای وجوب هست، امر برای وجوب هست، مگر اینکه قرینه وجود داشته باشه که این امر رو از وجوب در واقع منحرف بکنه و به استحباب برسونه. اما در اینجا هیچ قرینه‌ای برای این که این امر از وجوب در واقع به درجه پایینتری منتقل بشود چون این قرینه وجود نداره. این یک امر قطعی هست در میان فقها و مجتهدین. و مطلبی دیگر که در این زمینه جالب هست این است که تعدادی از فقها در این زمینه اجماع رو نقل کردند، اجماع اهل سنت و الجماعت رو، مانند علامه ابن حزم در مراتب اجماع این مطلب رو کاملا تصریح کرده و میگوید که اتفقوا علی ان حلق جمیع اللحا مثلة لا یجوز. همه اتفاق نظر دارند که تراشیدن تمام ریش این جزء مصلح هست، مانند مصلح کردن هست و این جایز نیست. این اتفاق نظر تمام فقها رو در واقع نقل کرده و فقهای مذاهب شدیدی در واقع بله وقتی که یک اجماعی صورت گرفته که اینو گفتند که در حد مصلح کردن هست. مصلح مانند این که مثلا لب و گوش و بینی کسی رو ببرن، این از نظر لغوی میگن مصلح هست. تراشیدن ریش رو هم اینو تشبیه کردن به مصلح کردن و گفتند که همه اتفاق نظر دارند که این مصلح است و جایز نیست، به اضافه روایات صحیح السند و صریح الدلاله که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع نقل شده. و همچنین در میان فقهای مذاهب اربعه اتفاق نظر وجود دارد که این کار ناجایزی هست. بر عدم جوازش تمام مذاهب و تمام فقها اتفاق نظر دارند که این عمل جایزی نیست. الان فقهای در واقع حنفی و مالکی و حنبلی گفتند که حرام قطعی هست. یک تعبیری که در میان برخی از فقهای شافعی اومده گفتند که مکروهه، اما غافل از این که خود این مکروه هم نوعی از حرامه. بدین معنی نیست که وقتی گفتند مکروهه یعنی جایز هست. وقتی که گفتن مکروه هست یعنی که ناجایز هست، منتها درجه ناجایز بودنش کمتر هست. و خود این نقل قول از فقهای مذهب امام شافعی که نقل میکنند از امام شافعی رحمت الله علیه که این مکروه هست و حرامی نیست، این هم دقیق نیست. و تعدادی از فقهای شافعی در این زمینه در واقع اعتراض کردند، مانند ابن الرفعه که میگوید که امام شافعی رحمت الله علیه در کتاب خودشون در کتاب الام تصریح کردن در این که تراشیدن و حلق لحیه و ریش در واقع حرام هست. پس بنابراین از دیدگاه تمام فقهای اربعه تراشیدن ریش در واقع جایز نیست و حرام هست و دستور قطعی است از رسول الله صلی الله علیه وسلم و روایات صحیح و صریحی است که ریش و محاسن رو باید در واقع بلند بگذارن. منتها یک مطلب دیگری که در اینجا وجود داره بحث کوتاه کردن ریش و محاسن هست و گرفتن ریش و محاسن به اندازه یک قبضه، یعنی به اندازه یک مشت، از دیدگاه جمهور فقها جایز هست. یعنی محاسن و ریشی که از یک قبضه و مشت بیشتر باشد از دیدگاه جمهور و عموم فقهای اهل سنت و الجماعت این جایز هست و این عمل از فقهایی هم نقل شده. ابن ابی شیبه رحمت الله علیه در کتاب المصنف خودشون این مطلب رو از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، از ابو هریره، از حضرت عبدالله ابن عمر و تعدادی از صحابه و تابعین نقل کردند که در واقع محاسن خودشون رو بیشتر از یک مشت رو میگرفت. حتی در مورد خصوصا در هنگام حج و عمره که از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و تعدادی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است. پس بنابراین تراشیدن ریش با ماشین باشه یا با تیغ باشه به اتفاق تمام فقهای مذاهب اربعه و دیدگاه ائمه اربعه این کار ناجایز و حرامی هست و به هیچ عنوان جایز نیست. و در روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور
دستور رسیده که سبیل ها را کوتاه بکنند، بگیرند و ریش و محاسن را باید طولانی بکنند و گرفتنش در هنگام حج و عمره یا به صورت عمومیتی که در این زمینه عرض کردم که بسیار از فقها معتقد هستند گرفتن ریش بیشتر از یک مشت وقتی که باشد و یک قبضه باشد این هم از دیدگاه عموم فقها جایز هست، اما تراشیدنش را هیچ کدوم از ائمه اربعه در واقع جایز نشمردند. بله، جزاکم الله خیر. و اتاق فرمان لطف کنن سوال تماس صوتی بعدی بیننده رو پخش کنن و در ضمن پخش صدا یعنی مولوی جواب میدن شماره تماس بینندگان نیز پخش بشن که کسانی که قصد دارن تماس بگیرن این کار رو انجام بدن. فقط لطف کنن قبل از اینکه تماسشون وصل بشه صدای تلویزیون رو کم کنن و بعد تماس وصل بشه. بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. واقعا ممنونیم از برنامه خوبتون. من از سنندج مزاحم میشم. من خودم اهل نماز و روزه هستم ولی شوهرم اهل هیچی نیست. حتی در این ماه مبارک من خودم مولودی ها میرم ولی شوهرم شرکت نمیکنه. بعد این سوال یه سوال دیگه داشتم. شوهرم زیاد به من احترام نمیذاره، حق منو ضایع میکنه. واقعا بیشتر به مادر و خواهرش توجه میکنه. منم خیلی بهم برمیخوره. آیا این مثلا کاری که شوهرم انجام میده درسته یا نه؟ ممنونم از برنامه خوبتون. لطفا جوابمون رو بدید. تشکر میکنم. خداحافظ شما. من تشکر میکنم از این بیننده و بفرمایید. سوال این بیننده گرامیمون یک کلیگویی بود. حالت گله بود که گلایه و کلیگویی بود که در واقع ایشون داشتن. بحث این که شوهر حقوق شرعیشون مراعات نمیکنه، چیزی رو یعنی نفرمودند که چه موردی رو مثلا مراعات نمیکنه. معاشره بالاحسان حق زن هست و باید این شوهر در واقع اینو مراعات بکنه. تعلیم امور دینی حق زن هست. عدالت در میان زنها در صورتی که چند همسر داشته باشه این حق زن هست. پرهیز کردن از ضرب و شتم زن این جزء حقوق زن شمرده می شود. اجازه دادن زن وقتی میخواد بیرون از منزل برود برای انجام کاری این حق زن هست. یا در واقع قهر نکردن از این زن، ترک نکردنش تنها در به معنی حجر که همخوابگی نکند این حق زن هست. حقوق زناشوییش رو انجام بده، اسرارش رو در منزل حفظ بکنه یا نفقه و کسوه و مسکن براش تهیه بکنه. اینها جزء حقوق زن هستند. اگر واقعا این موارد رو انجام نمیدهد و این حقوق رو بهش نداده میتونند که از ریش سفیدان قوم یا کسانی که در واقع این شوهر از اونها حرف شنوی دارد یا حد اکثرش یا نهایتا از طریق دادگاه میتونه این حقوق شرعی رو اگر منظورش این حقوق هست میتونه این حقوق رو در واقع مطالبه بکنه. اما این که این صرفا این که این شوهر به مادر و پدر یا خواهرشون رسیدگی میکند، بهشون احترام میگذارد که این خواهر گله دارند که بیشتر از من به اونها میرسد، خب این یک از حقوق شرعیش هست. خرج و نفقه پدر و مادر و همچنین خواهر و احترام گذاشتن به پدر و مادر و خواهر این جزء حقوقی هست که مانند این که شما بر شوهرتون حق دارید این پدر و مادر و خواهر بر برادرشون بر فرزندشون هم این حق رو دارن. شما نباید از این زمینه در واقع آزرده باشید به خاطر اینکه این شوهر به پدر و مادرش یا مادر و خواهرش در واقع حقوقی رو که تعلق میگیره به اون این حقوق رو در واقع پرداخت میکند یا احترام میگذارد. این بی احترامی رو هم باید تعریف بکنید که هدف از این بی احترامی در واقع چی هست، آیا مطلق هست یا در مقایسه با احترامی هست که به پدر و مادر میگذارند. من توصیه میکنم که این خواهر عزیزمون و تمامی خواهرانی که این نوع گلایه رو دارند در واقع خودشون دیدگاه خودشون رو نسبت به این مسائل، نسبت به مادر شوهرشون یا خواهر شوهرشون این دیدگاهشون رو در واقع عوض بکنن، زندگی خودشون عوض میشه. و جالب هست مطلبی رو من خوندم که یکی از دخترانی که با مادر شوهرشون حساسیت داشتند و نمیتونستن تحملشون بکنه و به قول این خواهرمون که خیلی بیشون بر میخورد و نمیتونن تحمل بکنن، ایشون رفته بود در پیش یکی از دوستان پدر خودش و گفته بود که خودش اهل در واقع که داروخانه داشته، رفته پیشون که من میخوام که یک سم کشنده به من بدی که من توی غذای مادر شوهرم بریزم که از شرش راحت بشم. اون انسان آدم فرهیخته بوده و در واقع فهمیده بوده، گفته که خب من یک سمی به تو میدهم، منتها اگر یک سمی بدم که خیلی زود اثر بکنه خب بهت مشکوک میشن.
خیلی زود اگر اثر بکنه مشکوک میشن. من تا یک سمی میدم که به مرور زمان این اثر بکنه، اثر داشته باشه، بعد از چند ماه مثلا این اثرشو بگذاره که اون وقت تو هم دیگه متهم نمیشی، نمیتونند که در واقع تو رو در واقع متهم بکنن. گفتن خب مشکل نیست، این بهترین راهه. گفتن یک محلول بهش میده که اینو در غذای مادر شوهرت بریز و همیشه که غذا درست میکنی یک کمی از این بریز توی غذایشون که در واقع کم کم به مرور زمان میبرن. منتها برای این که مردم به تو شک نکنند خیلی خوش اخلاق باش، خیلی بهشون احترام بگذار، خیلی کاراشون انجام بده و بهشون رسیدگی بکن. در خونه هیچ وقت موجبات ناراحتی اونها رو در واقع فراهم نکن، اونها رو تحمل بکن. خیلی خوشحال در واقع خنده رو باش. گفت بسیار خوبه. این خانم رفت در منزل و همیشه یک مقداری از این محلول رو در غذا میریخت و در عوضش اخلاق خودش رو درست کرده بود، با خوش رفتاری با مادر شوهرش و خواهر شوهرش در واقع برخورد میکرد. به مرور زمان متوجه شد که اخلاق مادر شوهر و خواهر شوهرش اونم عوض شده. این خودش عوض کرد، اونها هم عوض شدن. این برخورد بالحسنا داشته و با خوشحالی و خنده‌رویی باشون برخورد میکرده و مانند مادر خودش هم برخورد میکرده، اونم مادر مانند دختر خودش نگاهش در واقع نسبت به این عوض شد. بعد از مدتی رفت پیش همون پدر، به همون داروخانه دوست پدرش، گفت که من یک دارو میخوام که اون اثر رو خنثی بکنه، اون اثر اون سمی رو که به من دادی اونو خنثی بکنه. میگه چه شده؟ میگه الان خیلی خوب شدن با من، الان با من خیلی خوب شدن. خب علتش این است تو خوب شدی، اونم در مقابل خوب شدن. اگر تو بدی بکنی اونم در واقع بدی میکنه. گفت که نه، اون سم نبوده که من به تو دادم، اون آب بوده و این به اثر کرده که یعنی فایدهش این شده که اخلاق تو عوض بشه. من سمی رو به تو ندادم که کسی رو بکشید. من توصیه میکنم این خواهر ما هم ان شاء الله دیدشون عوض بکنند، اخلاقشون عوض بکنند، قطعا اون پدر و مادر و خواهر شوهرشون اونا دیدشون عوض میشه، اخلاقشون عوض میشه. و این که اگر شوهرتون به پدر و مادرش رسیدگی میکند یا خواهرشون، شما هم در این زمینه حساسیتی رو انشالله که نداشته باشید و اون حقوق شرعی رو که من عرض کردم میتونید اونها رو به صورت مسالمت آمیز از شوهرتون طلب بکنید. جزاکم الله خیر. تماس های بینندگان رو میگیریم. اولین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید و از تلفن صدای ما رو بشنوید. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. شبکه وصاله. شبکه وصال، برنامه پرسش و پاسخ. ببخشید. در خدمت شما هستیم. شبکه وصاله. شبکه وصال و منتظر سوال شما هستیم، بفرمایید. ببخشید. میگم پسر بچه‌ای که به سن قانون نرسیده آیا میتونه اموال به نامش بزنم؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز منتظر سوال شما هستیم. صدای شما داره پخش میشه. تماس شما وصله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. الله تاجیکستان. در خدمت شما هستیم. من همسرم از این گفتم مقصد همون جایی گفتش چه گفتم اون لیلک چه انگشتم نشان دادم، بعد هم گفتگی نه. بخشین اگه میشه سوال دوباره از نو مطرح کنید چون صداتون واضح نیست. صرفا 3 انگشت رو به همسرتون نشان دادید که لیلنگ یعنی طلاقشون و جایی گفتم نشان دادم 3 انگشت، بعد هم نگفتم. بله بسیار خوب. یعنی طلاق ولی میشه یا نه؟ بسیار خوب. عرض میکنم که بر زبان نیاورده. بر زبان نیاورده، فقط اشاره کرد. فقط اشاره. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. یه سوال داشتم، میخواستم ببینم وقتی که مسافرت میریم نمازمون قصر باید بشه
بله. استنباط من اینه که موقع شاید به خاطر این بوده که نماز قصر مالی به خاطر ترس از حرامیان بوده که یه وقتی مثلا مورد دستور قرار نگیرن و اینا، بعد دستور آمده که نماز رو قصر بکنیم. اگر منظور این بوده الان که احساس امنیت میکنیم میریم مسافرت و احساس امنیت میکنیم، میشه نمازمون درست بکنیم یا باید قصر بکنیم؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم ببینم که یه توضیح بدن در رابطه با آیه آخر سوره ممتحنه. آیه آخر سوره ممتحنه. باشه انشاءالله. چشم. متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای ما را از تلفن بشنوین بیننده عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. به سال حق و در خدمت شما هستیم. سلام احترامات دارم خدمت جناب عالی و همچنان مولانا صاحب محترم. سلامت باشین. ادارش هستم، از ایران تماس گرفتم. در خدمت شما هستیم. سه تا سوالی داشتم از حضور مولانا صاحب محترم. سوال اولی مربوط میشه به این که چه فرقی بین سید و فرد عادی هست؟ مثلا منظورم اینه که آیا نشانه بین سید و غیر سید هست؟ مثلا از یک جناب عالی من پرسیدم و شنیدم که مثلا در وسط سینه، مثلا بین دو تا قبضه سینه یه دگمه هست که میگن سید نداره، مثلا اونایی که دارن سید نیستن. این سوال اولم. سوال دومم اینه که آیا برای پریدن چشم ما اعتقاد داشته باشیم مثلا چشم راست و چپ یه موقعی میپره، برای اینا ما اعتقادی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ بله. بعد سوال سومم اینه که برای نماز آیا آیات تکراری خوندن جایز هست یا نه؟ بله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. تماس قطع شد. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. پدر مادر میشه برای جهاد بریم؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون. سلامت باشید. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما از تاجیکستان هستیم. در خدمت شما هستیم بیننده عزیز. سوال ما آیا از بانک هزینه دار شده کار کردن ممکن است یا نه؟ از بانک؟ بله. سوال دیگری ما همین است که بعد از هر نماز از جای ما یعنی از سوره از قرآن خونده او رو به گذشتگان بخشیده میدون یا هدیه کرده. بله. این هم جایز است یا نه؟ انشالله پاسخ دریافت میکنیم. انشالله. الله نگهبان. انشالله بعد از میان برنامه پاسخ دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز لطفاً صدای ما را از تلفن بشنوین چون صدا دیر میاد. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خسته نباشید میگم خدمت شما و تمام کارکنان وصال حق. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم در مورد اینکه در مورد تلقین میت بود که اگه درست نیستش راهی که پیغمبر انجام میداد چی هستش و در مورد سوره بقره آیه 238 می‌خواستم توضیح بدین. آیه 237 238 38. بله.
در مورد بعد در مورد نماز شب چیزی که باید انجام بدیم میخوام استاد یه توضیح کاملی در مورد این موضوع بدن. بله. و در مورد دوران بارداری حضرت مریم یه سوالی میخواستم توضیح کاملی بدن که چه مدت هستش دوران بارداری حضرت مریم علیه السلام؟ بله. انشالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. تشکر. خدا سلامت باشه. مولوی 14 سال شد ادامه بدیم یا کافیه؟ آخرین تماس هم بگیریم بعد میام برنامه میبینیم. آخرین تماس بیننده نیز بس کنید. سلام علیکم بفرمایید. ببخشید من از نقده تماس میگیرم. در خدمت شما هستیم. میخواستم با مثال حق حرف بزنم. صدای شما داره پخش میشه و منتظر سوال شرعی شما هستیم. ببخشید من از نقده زنگ زدم با عرض سلام و پوشش با آقای مولانا. من نماز میخونم. فکر میکنم نمازم یک کمی راست و درست اشتباه است. بله. سوادم ندارم، اصلا هیچ سواد ندارم. میخونم ولی بازم احساس میکنم که غلطه. زنگ زدم ببینم آیا جواب من چی است. بله. ببخشید. و یه سوال دیگه هم، جمعه من کرد هستم، از کردستان که زنگ میزنم. جمعه ساعت 4:30 یه برنامه کردی داشتید، الان اون نمونده. من خیلی ناراحتم، گفتم اگه ببخشید اونو بذارید. بله انشالله پاسخ دریافت میکنم. دست شما در نکنه، خدا شما رو همیشه هدایت کنه و برای ما بذاره. واقعا ما رو چشمای ما رو باز کردید. خدا همیشه شما رو درگاه بهشت روی شما باز کنه. سلامت باشین. من از شما تشکر میکنیم و موفق باشید. خواهش میکنم از آقای انصاری همه دنیا و آخرت باشین. برای اونا دعای خیر میکنم. دست شما در نکنه. خدا حافظ. به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ. سلامت باشین. من از شما تشکر میکنیم و در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. بدل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است.
شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن. بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بن ما. ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار. به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است. بنازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الله خان أسلم، محر صلاة طاجكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. قبل از میان برنامه سوالهای تماسهای بینندگان را گرفتیم و الان اولین سوالی که بیننده از طریق تماس تلفنی کردن این بود که پرسیدن پسر بچه‌ای که به سن قانونی نرسیده است آیا می شود اموال را به نامش زد؟
در مورد حق ملکیت برای نوزاد یا فرزندی که نونهال هست به تعبیرشون سن قانونی نرسیده، در فقه اسلامی و در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر وجود داره که ایشون حق این فرزندی که به سن بلوغ نرسیده حق ملکیت رو دارد، کاملا حق ملکیت رو دارد، بدین معنی که اگر کسی برایشون ارثی گذاشت، یعنی پدر و مادرش از دنیا رفتن یا مواردی دیگر، این ارث در ملکیتشون وارد می شود، حق تملکش را دارند. یا اینکه کسی بهشون هدیه‌ای رو داد، هم کاملا درست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. یا این تعبیری که ایشون کردند که می شود چیزی رو به نامش زد، ماشینی رو یا فرض کن زمین و خانه و منزلی رو، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی رو نداره، حق ملکیتش کاملا ثابت هست. منتها حق تصرف را در این اموال تا زمانی که به رشد نرسیده، تا زمانی که خودش یعنی صاحب اختیار نشده، خیر و شر خودش رو نمیداند، در این زمینه حقش برمیگردد به ولیش حق تصرف در اموالش رو دارد که این اموال رو در واقع زیر و رو بکند یا در تجارت بندازد یا در اونا دخل و تصرفی رو انجام بدن. اما در مورد حق ملکیت این ثابت هست، قطعا هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد، چه این مال را به عنوان ارث بهش رسیده باشد یا اینکه به هدیه بهش داده باشند یا پدر و مادر داده باشند یا کسی دیگر داده باشه. حتی در موردی که یعنی جنین هست، نه تنها اینکه نوزاد باشه و فرزندی باشه که به دنیا آمده قبل از بلوغ باشه، انسان حتی در زمانی که جنین باشد و در شکم مادر باشد این حق ملکیت را دارد. بدین معنی اگر کسی به طور مثال پدرش فوت بکند در زمانی که ایشون در شکم مادر بوده، مادرش باردار هست و پدر از دنیا رفته، این جنینی که در شکم مادر هست حق میراث دارد. باید صبر بکنند تا زمانی که این بچه متولد بشود، نگاه بکنند دختر هست یا پسر هست و سهمیه میراثش باید کاملا به اون برسد. منتها حق سرپرستیش همون حق به اصطلاح ولی هست که اموالش رو باید سرپرستی بکنه. بله، سپاسگزارم از شما. بیانیه بعدی از تاجیکستان بودن که در مورد طلاق گفتن، با اشاره گفتن که به همسرم با 3 انگشت فقط اشاره کردم به نیت طلاق، اما چیزی بر زبان نیاوردم. بله، تا زمانی که طلاق را به زبان نیاورده و تلفظ نکرده و مورد خطاب قرار نداده اون زن رو، طلاق واقع نمیشه. صرفاً به اشاره کردن، 3 اشاره مثلا بکنه یا مثلا فرض کنیم که 3 تا سنگ رو به طرفش پرتاب بکنه بدون اینکه حرفی بزنه، ولو اینکه هم نیت ولو اینکه داشته باشه، ولو اینکه در قلبش نیت طلاق باشه، اینطور اشاره بکنه 3، اما بدون هیچ گونه تلفظی و بدون هیچ گونه کلامی، در این صورت طلاق واقع نمی شود، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ان الله تجاوز عن امتی عما حدثت به نفسها، الله متعال اون چیزی رو که در قلب امت من هست اونو بهشون معاف کرده، یعنی به اون مؤاخذه نمی کند. اما زمانی که اونو بر زبان آورد و عملی کرد، این یک حکم جداگانه هست. تا زمانی که در دل هست ولو اینکه اشاره بکند، در این صورت طلاقی واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی سوالشون در مورد نماز قصر در سفر بود که گفتن اگر قصر نماز در سفر به خاطر ترس از دزد بوده در زمان قدیم، الان که احساس امنیت میشه آیا باز هم باید نماز رو قصر خواند؟ نه، این توجیهی که ایشون فرمودن توجیه در واقع واقعی نیست و هیچ یک از فقها و در هیچ یک از موارد یعنی بحث خوف از دزد را به عنوان دلیل و رخصت شرعی قصر معرفی نکردن، بلکه این یک نوع رخصت شرعی هست و این در واقع بدون این که سببش وجود داشته باشد یا نه. بیشترین سببی رو که فقها مطرح کردن بحث سفر هست و بحث خستگی بوده و بحث کوفتگی در سفر بوده، اینو مطرح کردن. اما این که به خاطر ترس از اموال بوده، چون چیزی کسی از فقها مطرح نکرده و ولو این که هدف هم بالفرض این که علت تخفیفی که در سفر اومده همون مشقت سفر باشه، ولو این که امروزه در سفرهای ما مشقتی وجود نداشته باشه، مثلا با هواپیما، با قطار یا وسایل دیگری سفر بکنند که زحمتی رو متحمل نشوند، باز همون حکم اصلی شرعی که در این زمینه وجود داشته کماکان به اتفاق تمام فقها و تمام مذاهب وجود داره و این تعلیل درستی نبود که این بیننده عزیزمون ارائه کرد. بله، جزاکم الله خیر. بیننده باید در مورد آخرین آیه از سوره ممتحنه توضیح می‌خواستم.
در این آیه الله متعال اشاره می کند و خطاب به مسلمانان یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، این و غضب الله علیهم در مورد یهود و نصارا در واقع این الله متعال اینو ذکر کرده که با قومی که مورد لعن و نفرین الله متعال و مورد خشم الله متعال قرار گرفتند و به اسلام و به قرآن ایمان ندارن، شما حق ندارید با اونها دوستی بکنید. یعنی این که دوستی قلبیتان در واقع باید مخصوص مسلمانان باشه. معنی این نیست که شما نمیتونید با اونها مراوده داشته باشید، با اونها معامله رو انجام بدهید، بلکه بحث در اینجا همون دوستی قلبی هست که با کفار انسان نباید دوستی داشته باشه و دوستی قلبیش باید با مسلمانان باشه. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود که آیا بین یک سید و یک فرد عادی نشانهایی وجود داره که اختلاف وجود داشته باشه بین ظاهرشون؟ از نظر خلقتی و ظاهری هیچ گونه تفاوتی در میان سید و غیر سید اهل بیت رسول الله و افراد عادی وجود نداره. از نظر خلقتی و از نظر ساختار و کالبد بشری همه با هم دیگر برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود نداره. این در این مورد و هم در مورد ثواب و عقاب در روز قیامت هم هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. هر انسانی اهم از این که سید باشد یا غیر سید باشد اعمال صالحی را انجام بدهد نزد الله متعال ثواب میبرد و اگر گناهی را انجام بدهد نزد الله متعال مؤاخذه خواهد شد. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا به حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها میفرمودند که یا فاطمه بنت محمد انقذی نفسک من النار، خودت را از آتش جهنم نجات بده. پس بنابراین در ثواب و عقاب هیچ گونه تفاوتی وجود نداره در میان سید و غیر سید. در ساختار بدنی و ویژگی های بشری هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، منتها در احکام تفاوت وجود داره، به این معنی که برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه و زکات جایز نیست. صدقه دادن و زکات دادن چیزی که صدقه و زکات است برای اونها جایز نیست و حق اونها رو الله متعال در مال خمس گذاشته که از این طریق الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تأمین میکردن و زکات برای اونها چون که به تعبیر چرک مردم هست گفتن برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست. در بقیه احکام و از نظر بشر بودن هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارن. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد سوالشون در مورد این است که آیا برای پریدن چشم اعتقاد داشته باشیم یا نه؟ پریدن چشم یا موارد دیگر مانند عدسه زدن، خمیازه کشیدن، اینها دقیقاً یک امور فطری و طبیعی هستند و نشانه هیچ گونه امر خارق العاده یا امر غیبی نیستند. اعتقاد داشتن به این که پریدن چشم نشانه رحمتی باشه یا نشانه مهمانی باشه، نشانه یک نوع مصیبتی باشه، چون این چیزی به هیچ عنوان در واقع درست نیست و این بدشگونی گرفتن هست و از نظر شرعی بدشگونی و فال بد گرفتن جایز نیست. و تنها چیزی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میپسندیدند فال نیک بود. فال نیک اونم از مواردی که در واقع یک نوع مشابهتی رو داشته باشند، یک نوع سببی رو داشته باشند. به طور مثال در صلح حدیبیه زمانی که سهل ابن عمرو اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله از نام سهل فال گرفتن. این سهل به معنی آسانی. وقتی که این سهل رو دیدن که به نمایندگی از کفار اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فال نیک گرفتن، گفت این سهل اومد پس بنابراین برای ما گشایشی خواهد بود. از نام که از نام نیک و از این اتفاقات نیک می شود که فال نیک گرفت. اما بدشگونی کردن از موارد غیر اختیاری مانند پریدن پلک باشه یا خمیازه کشیدن یا عدسه کردن، چون این چیزی در شریعت اسلامی ثابت نیست و اعتقاد داشتن هم در این زمینه درست نیست. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون این است که بدون اجازه پدر و مادر به جهاد رفتن درست است؟ در مواردی که این جهاد در واقع فرض عین نباشه بر هیچ شخصی، اجازه پدر و مادر لازمی هست و بدون اجازه پدر و مادر نمیتوانند که به جهاد بروند. حتی در مواردی پیش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این در واقع برای جهاد حرکت میکردند. فردی مثلا می اومد و میگفت که من پدر و مادر پیری رو دارم، آیا میتونم به جهاد برم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودند که ففیهما فجاهد، در خدمت پدر و مادر جهاد بکن. و خصوصا در صورتی که پدر و مادر فرزند دیگری رو نداشته باشند و نیازمند کمک باشند، در این صورت به هیچ عنوان جایز نیست که بدون اجازه پدر و مادر برای جهاد یا موارد دیگر سفر بکنند. بله، جزاکم الله خیر.
بیننده بعدی پرسیدن که آیا از بانک پول گرفتن و با آن پول کار کردن حلال است؟ پولی که از بانک گرفته می شود به عنوان قرض و وام که بر اون یک سودی مترتب می شود، یعنی این که یک مبلغ کمتری رو مثلا دریافت می کنند از بانک می گیرند و بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال یا چند سالی مبلغ بیشتری رو اضافه میدن، این همون سود شرعی هست و همون ربایی هست که در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی شده. به هیچ عنوان نه از بانک و نه از غیر بانک، حتی از اشخاص نمی شود که قرضی رو بگیرید که بیشتر از اون مبلغ قرض رو دوباره پرداخت بکنید و چون این موارد کاملا ناجایز و حرام هست و اون گونه که الله متعال که در قرآن کریم تهدید کرده یمحق الله الربا، الله متعال ربا رو نابود خواهد کرد و پولی که با قرض از بانک باشه که و ربایی بر اون بیاید، الله متعال در چنین کاری برکت نخواهد گذاشت. بله، جزاکم الله خیر. و سوال خود به این بیننده که از تاجیکستان هستن دوباره این است که گفتن در منطقه آنها بعد از هر نماز سوره از قرآن را به مردگان هدیه میکنند. آیا این کار درسته؟ به صورت کلی هدیه کردن قرآن یعنی قرائت قرآن برای مردگان ثابت نیست، نه از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه از ائمه بزرگوار ما ثابت نیست که دستور داده باشند که قرآن را بخوانید برای مردگان ببخشید یا اینکه عملا خودشون چنین کاری رو انجام داده باشند. اون چیزی که برای مردگان به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب میرسند دعا کردن برای مردگان هست. همین که شما بعد از نمازهایتون یا بعد از کار نیکی که انجام میدید یا در هر وقتی در هنگام زیارت قبرستان برای مردگان دعای خیر بکنید و استغفار بکنید، این به مردگان میرسد. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه مرده رو دفن میکردند در هیچ جا ثابت نیست که فرموده باشند که برایش قرآن بخوانید، برای مرده قرآن بخوانید یعنی سر قبرستان یا بعد از قبرستان، چنین چیزی ثابت نیست. منتها چیزی که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم این است که ایشون بعد از دفن میت میفرمودند یا حداقل در یک مورد اتفاق افتاده که فرمودند استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادر مردهتون که الان در قبر هست برایش استغفار بکنید، طلب مغفرت بکنید و بیشترین و مفیدترین چیزی که برای مرده میرسد همین دعای خیر هست. به جای اینکه قرآن بخونید یا یک سوره رو بخوانید و ایصال ثواب بکنید، دعا کردن قطعی و یقینی هست. به اتفاق تمام علما و تمام مذاهب ثواب دعا قطعا برای میت میرسد. اما در مورد قرائت قرآن یا قرائت فاتحه یا سوره دیگر یا ختم گرفتن برای مرده، این مورد اختلاف است در میان علما. حداقل برای اطمینان هم که شده میخواید که کاری رو انجام بدید مطمئن باشید که ثوابش به میت رسیده، این است که ثواب را به صورت دعا به میت ایصال بکنید یا به صورت صدقه باشه، صدقه جاریه یا یک مالی رو که به نام میت در واقع صدقه بکنند یا دعای خیر بکنند یا اینکه قرآنی یا کتاب دینی رو بخرند و وقف بکنند به این نیت که ثوابش به مرده برسه. اما قرآن خواندن برای میت از احادیث رسول الله و عمل ایشون و اعتقادات و فرموده های ائمه بزرگوار ما امام ابو حنیفه و بقیه ائمه ثابت نیست. جزاکم الله خیر. بیانیه بعدی سوالشون این است که اگر تلقین میت درست نیست، رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کارهایی انجام میدادن در این زمینه؟ تلقین میت درست است، کسی نگفته که تلقین میت جایز نیست. منتها تلقین به کسی می شود که اون توانایی در واقع دریافت تلقین رو داشته باشه، هنوز نمرده و هنوز نمرده، زنده هست. شما تلقین میکنید به این معنی که بهش میگید بگو لا اله الا الله، یا بنابر اعتقاد برخی از فقها در حضورش در هنگامی که فردی که در سکرات موت است با صدای بلند مثلا بگید لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله ذکر بکنید و این تلقین به میت هست. یعنی تلقین به میت به این معنی که کسی که در حال مردن هست و در شرف مرگ در واقع قرار دارد، این تلقین جایز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لقنوا موتاکم بلا اله الا الله و در روایات متعددی اومده که و این یک فضیلت هست کسی که آخرین کلامش کلمه طیبه و شهادت به توحید باشد. اما تلقینی که بعد از مردن هست و وقت دفن کردن هست یا بعد از دفن کردن هست، این هست که هیچ گونه اثری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتار ایشون در واقع نداره. ثابت نشده که ایشون حتی یک مرده ای را بعد از تلقین، بعد از دفن کردن یا بعد از اینکه نماز جنازهشون بر اون خوندند یا مرده باشه تلقین کرده باشن. تلقین قبل از مردن جایز هست، سنت هست، این کار رو باید انجام بدن. اما بعد از مردن، قبل از دفن کردن یا بعد از دفن کردن چنین چیزی وجود نداره. یعنی حتی بهتر اینه که کسانی که برای این کار اصرار دارن، چون خیلی از قدیمی ها
سعی میکنن اینو انجام بدن. خب بهتر اینه که قبل از اینکه واقعا شخص بمیره برن در حال سکرات مرگ هست این کار انجام بدن. و وقت تلقین عرض کردم که این تلقین برای کسی هست که تلقین برایش نفی رو داشته باشه، بتونه از شما بشنوه. اون مرده‌ای که در قبر هست چه بسا که صدای شما رو نمیشنود، یا اگر بشنود یعنی شاید تلقین در واقع فایده نداره. تلقین در واقع برای این است که انسان آخرین کلمهش کلمه لا اله الا الله باشد. اگر کسی قبل از اینکه بمیرد بهش تلقین نگفتن به لا اله الا الله نمرده باشه، بعد از مردنش سودی براش نداره. تلقین به خاطر این است که این فضیلت را دریافت بکند که آخرین کلمه و آخرین جمله‌ای که بر زبان انسان میاد همون لا اله الا الله باشه و این وقتش قبل از مردن هست. بعد از مردن هیچ سودی برای میت نداره. بله، جزاکم الله خیر. بیانده بعدی در مورد آیه 238 سوره بقره توضیح می‌خواستم. در این آیه الله متعال توصیه کرده به اقامه نماز، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، که نمازها را اقامه بکنید و مواظبت بکنید بر نمازها، به خصوص نماز وسطا را، نماز وسطی و نماز میانه را که از دیدگاه بیشتر مفسرین این صلات وسطا همون نماز عصر هست و در این زمینه تاکیدات بیشتری شده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند این که در یک روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من فاتت صلات العصر کانما وتر اهله و ماله، کسی که نماز عصر از اون فوت بشود مانند این است که اهل و مالش از بین رفته باشند. و این تاکید هم در قرآن اومده در این سوره بقره و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. نماز را اقامه بکنید، محافظت و مواظبت بکنید بر نماز، به خصوص نماز عصر. جزاکم الله خیر. سوال بعدیشون در مورد نماز شب بود که گفتن کلا نماز شب به چه صورته؟ نماز شب یکی از نمازهایی هست که ترغیب داده رسول الله صلی الله علیه و سلم و صلوا باللیل و الناس نیام، که در هنگامی که مردم خواب هستند شما نماز بخوانید، یا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مواظبت می‌کردند بر نماز شبشون و قیام لیلشون و فرض بوده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. و وقت نماز شب یا تهجد یا نماز سحر همون قبل از طلوع فجر صادق هست، قبل از بام دادن و قبل از دخول وقت نماز فجر و وقت نماز شب هست که انسان‌های پرهیزگار در اون قسمت از شب بلند میشوند و بالاسحار هم یستغفرون، استغفار میکنند یا نمازی رو در اون زمان میخونند. و خواندن تعدادی از رکعات در نماز شب این تهدید نیست، به معنی که تعیین نشده و حد و مرزی رو ندارد. به هر انسان میزان که انسان میتواند که نماز نفل بخواند و اولاتر و بهترین است که پایبند سنت باشد، که عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت یا 10 رکعت رو میخوندن که با نماز وترشون مجموعاً 11 رکعت یا همون 13 رکعت در واقع میشد. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی در مورد دوران بارداری حضرت مریم علیه السلام میباشه. درباره دوران بارداری حضرت مریم علیه السلام روایت صحیح در دست نیست و عملا این در واقع سوال برای ما هیچ گونه نفعی رو نداره، نه در دین و نه در دنیا. در روایاتی که در این زمینه اومده عرض کردم روایات صحیحی وجود نداره. بعضی از روایات اومده که 9 روز بوده و در برخی از اقوال تاریخی و چه بسا بنی اسرائیلی باشه اومده که 1 ساعت بوده و زمان اندکی بوده و در برخی از روایات اومده که همون 9 ماه بوده. بنابر طبیعت بشری همون 9 ماه اولاتر و بهتر است. و اما عرض کردم که در این زمینه روایت صحیحی که مستند قرار بدیم و یک مورد رو تایید بکنیم روایت صحیح وجود نداره. بله، جزاکم الله خیر. و آخرین سوالی که از تماس‌های بینندگان مونده این است که بیننده از نقده پرسیدن که نماز میخوانم ولی فکر میکنم که نمازم اشتباه است و درست نیست. نه، این که فکر میکنن نمازشون اشتباه هست این در واقع موردی نداره که انسان دچار وسواس بشه. اگر عملا نمازشون رو عرضه بکنن بر کسی که از اهل علم هست، بگن من این گونه نماز میخونم، بر روحانی ها و علمایی که در اون منطقه وجود دارند یا بر محارم خودشون، خواهر و مادر خودشون این نماز رو در واقع بپرسند که به چه صورت هست. اما این که گمان میکنن نمازی که من میخونم شاید درست نباشه، شاید اشکالی داشته باشه، این شایدها و این حدس و گمان ها اعتباری نداره. این وسواس رو انسان باید ترک بکنه. وقتی که شما نمازتون ارکانش کاملا درست هست، از قیام و رکوع شما و قرائتی رو که انجام میدهید، آداب و سنن نماز رو مراعات میکنید، در این زمینه نباید وسواسی رو داشته باشید نماز من درست هست یا درست نیست. وقتی که از نظر ظاهری نماز شما درست هست، نمازتون هم واقعا هم درست هست و در این زمینه وسواس رو باید کنار بگذارید. جزاکم الله خیر. و از اتاق فرمان خواهش میکنم که سوال باقی مانده سوالهای
اسمیل یا صدای بینندگان رو پخش کنن. سلام و عرض ادب دارم به تمام کارمندان تلویزیون وصال حق. واقعا یک تلویزیون بسیار فعال در جامعه است. غوث‌الدین ابجو هستم، از ولایت کندوز افغانستان تماس گرفتم. پرسش شما از جناب مولوی دهقانی است که اینا با مفصل بر ما تشریح کنن که آیا تصویر برداری از جناب مولوی صاحب ها درست است یا خیر؟ اگر درست است، عالمی که از نزدش علما فارغ شده که مفتی هست، چرا تصویر برداری را معنی قرار میده؟ یک. سوال دوم است که وقتی وارد مسجد میشیم کلاه به تن نداریم، میگه که از مسجد دست ما نمیگیره و از مسجد بیرون میکنه. همین دو سوال داشتم که از جناب مولوی دهقان که هرچه عاجلتر بر من جواب بدن. تشکر از همگیتان. روز خوشی داشته باشین. شب خوش. سلام. تشکر میکنم از بیننده عزیز و بفرمایید. در مورد حکم تصویر در اسلام، عکس گرفتن در اسلام، که آیا این حرام هست یا اینکه حرام نیست، این فقها در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی رو دارند و این برمیگرده به اصل نگرششون در مورد تصویر و خود این عکس گرفتن که چی باشه. در این زمینه که روایات صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند، مانند حدیث صحیح بخاری هست که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کرده، یا روایات دیگری که در این زمینه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورین، که کسانی که عکس میگیرند یا مصور هستند، تصویر میکشند، اینها در روز قیامت سخت‌ترین عذاب را دارند. یا روایت دیگری که در این زمینه هست که الذین یضاهئون بخلق الله، بدترین عذاب در روز قیامت مال کسانی هست که شبیه سازی میکنند خلق الله متعال را، که در روز قیامت الله متعال به اونها در واقع میگوید که بیاید زنده بکنید اون چیزی رو که شما آفریدید. شما ادعای خلقت داشتید، ادعای آفرینش داشتید، بیاید آن چیزی رو که شما آفریدید اونو در اون روح بدمید. یا در روایات دیگری که به طور مثال در صحیح مسلم هست، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقلش کرده که در روز قیامت هر کسی در مقابل هر تصویری که کشیده، الله متعال یک در واقع اژدهایی را، یا تعبیری که در حدیث آمده نفسن، اینو بهش موکل میکنه، اون در واقع عذاب بده. در این زمینه درباره عذابی که در روز قیامت مخصوص مصورین هست روایات متعددی وجود دارد و صحیح و صریح هستند. در این گونه در میان فقها و در میان مجتهدین و محدثین هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. فقط بحثی که در این مورد هست نگرششون در مورد خود تصویر هست، در مورد سبب ورود این روایات هست. سبب ورود این روایات یعنی این حدیث رو اساساً رسول الله صلی الله علیه وسلم به چه خاطر فرمودند و محل این روایت و موردی که این و مصداق این روایت و تصویر در واقع چی هست. اون گونه که در زمان قدیم در واقع رسم بوده و تصویری رو که می‌کشیدن، این تصویر از دو حالت خالی نیست. یک تصویری هست که در واقع به تعبیر فقها ظل دارد، سایه دارد، مانند مجسماتی که در واقع کشیده میشوند و ساخته میشوند، وقتی که نوری بر اونها بیفتد در واقع سایه‌دار هستند. این تصویر زیروح گفته میشد که این در حرمت این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره در مجسمه سازی، که در این زمینه این یکی از موارد و مصادیق این گونه روایات است. در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. و همچنین در مورد تصویرهایی که با دست کشیده میشه، تصویر زیروحی که نقاشی میشود و با دست در واقع کشیده و به تعبیر امروزی خلق می شود، در این زمینه هم اکثر فقها نظرشون بر حرمت است، یا بگم تمام فقها نظرشون بر این است که فقهای مذاهب رو عرض میکنم که ائمه اربعه هستند، این در واقع نظرشون بر حرمت است، این مورد هم حرام هستند. اما تصویرها و عکسهای فوتوگرافی که امروزه گرفته میشوند با دوربین‌های عکاسی یا با موبایل و ابزار دیگر گرفته میشوند، این مورد رو اگر واقعیت بنگریم، این در واقع متفاوت با اون مطالبی هست که در صدر اسلام وجود داشته یا در زمان جاهلیت در واقع وجود داشته.
داشته. این تصویری که با این ابزار گرفته می شود و با دوربین ها گرفته می شود قطعا این در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده که حکم صرفاً و مستقیما یعنی به این برسه و این جزء مشمول اون مورد در واقع قرار بگیرد. پس بنابراین این تصویر رو حکمش چی هست؟ این تصویری که امروزه با اسباب و ادوات امروزی مانند دوربین ها گرفته می شود آیا جزء اون مواردی هست که مانند تراشیدن یک مجسمه هست، مانند کشیدن یک تصویر و یک عکس هست، یا اینکه یک مورد حکم جداگانه داره؟ بیشتر فقهای معاصر و علمای امروزی که با علوم روز هم بیشتر آشنا هستند این رو در واقع تعبیری که در این زمینه دارن میگن حبس ذل هست، یعنی کنترل کردن یا نگه داشتن، زندانی کردن اون حالت و اون صورت هست، اون حالتی رو که انسان در اون قرار میگیره و در این زمینه انسان هیچ گونه نقشی رو نداره، یعنی به این گونه که انسان خودش رو آفریدگار یا خالق این تصویر انجام بده یا این ادعا بکنه که مضاهات به خلق الله باشه، اون گونه که در روایت اومده بود در روایت صحیح مسلم که یضاهئون به خلق الله، که مضاهات باشه یعنی شبیه سازی خلق الله متعال باشه. کسی که با فشار دادن یک دکمه یک عکسی رو میگیرد به هیچ عنوان چنین ادعایی رو در واقع ندارند. پس بنابراین این گونه شرایط را و این گونه عکس‌ها را نمیشود جزء مفهوم المصورین یا تصویر به صورت کلی قرار داد. این دقیقاً مانند اینه که یکی برود جلوی یک آینه، مثلا آینه رو صاف و شفاف بکند، در جلوی این بایستد و عکس خودش رو در این مثلا ببیند. به هیچ عنوان این نقشی هنری برای این صاحبی که کسی که رفته جلوی آینه ایستاده وجود نداره. همین چیزی رو که انسان در آینه از خودش میبیند همین رو با یک ابزاری در واقع در یک جای ثبت میکنند، این به این صورت برایش کاملا باقی میمونه. پس بنابراین تصویرهایی که امروزه میگیرند با دوربین عکاسی هست یا با موبایل یا هر ابزار دیگری میگیرند، این جزء موارد منهی عنهایی که در روایت اومده این وجود نداره. گرچه من این مطلب رو عرض بکنم که ایشون سوالشون این بود که چرا برخی از علما میگویند که در واقع حرام هست. خب هر کسی، هر عالمی برداشت خودش رو دارد و اجتهاد خودش رو در واقع دارد. اولاتر و بهتر و با تقواتر اون علما در واقع به خاطر تقوایی که دارن حداقل احتیاط، به خاطر احتیاط بیشتر هم شده در واقع این فتوا را دادن. نظرشون برای خودشون کاملا مبارک هست، حجت هست برای خودشون، برای کسانی که اون علما رو برای خودشون مرجع میدونند و از اونها در واقع تقلید میکنند. اما دیدگاه بنده و تعداد زیادی از علما این است که این موردی که با دوربین عکاسی گرفته میشود به این دلیل که اصل تصویر نیست، خود انسان هیچ گونه نقشی رو ندارد، ادعایی رو ندارد و مضاهات با خلق الله نیست و صرفا حبس یک نوع تصویر هست. بس بنابراین این نمیتونه جزء اون موارد منهی عنه و حرام قرار بگیره. و اینم اضافه بکنم که به اتفاق تمام علما بحثی که من الان دارم در مورد خود گرفتن تصویر هست با دوربین. این عرض که مطالبی که عرض کردم. اما بعد از گرفتن تصویر این دقیقاً مانند این میمونه که تصویر گرفتن به هیچ عنوان مصور نیست. گرچه از نظر اصطلاحی ما میگیم کسی که مصور هست یا مثلا عکاس هست عکس میگیرن، اما به هیچ عنوان این به عنوان نقاش این ما معرفی نمیکنیم که این نقاشه. به طور مثال شما فرض بکنید که یک برگه کاغذی رو که روش یک چیزی مطالبی رو نوشتید، شما میاد از این عکسی رو میگیرید، با دوربین یک عکسی از این میگیرید و دقیقاً همون نوشته هایی که در روی برگه هست در عکس کاملا نمایان هست. اما هیچ کسی به شما نمیگه شما نویسنده هستید، کاتب هستید، زیرا که این عمل رو انجام ندادید. وقتی که از یک صحنه عکسی گرفتید، از چیزی عکسی رو گرفتید، وقتی از یک صحنه شما عکس میگیرید کسی به شما نمیگه شما نقاش هستید یا اون مصور به معنی اصلی کلمه در واقع شما باشید. شما صرفا یک ابزار رو، یک دکمه رو در واقع فشار دادید و این سیل را و اون حالت رو در واقع شما حبسش کردید. و مطلبی میخوام عرض بکنم این است که از دیدگاه تمام فقها در این زمین اشکالی وجود نداره که عکس گرفتن اگر به خاطر این باشه که این عکس رو آویزان بکنن، عکس رو آویزان میکنن در داخل منزل، این یک حکم کاملا جداگانه داره که به هیچ عنوان این جایز نیست. و حتی در موارد اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فرشتگان رحمت در چنین خانه‌هایی در واقع وارد نمیشوند. در حرمت این هیچ گونه شکی نیست. در خونه‌ای که عکس آویزان هست، کراهت بودن نماز، هیچ گونه شک و شبهه‌ای در واقع وجود نداره. اگر عکس نامحرمی باشد بازم جایز نیست، به خاطر چاپ عکس باشه و نگهداریش در آلبوم باشه، زدنش بر
روی دیوار باشه که عموم فقها نظرشون بر این است که چنین مواردی جایز نیست. اما به عنوان تفریح کسی یک عکسی رو میگیره چند لحظه نگاهش میکند یا پاکش میکند یا نمیخواد چاپش بکند بر در دیوار نمیخواهد بچسباند و صرفا در موبایل و در فرض بکنیم که نرم افزار یا کامپیوتری هست، این هیچ گونه از دیدگاه بنده هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد و اینو نمیتونیم جز موارد حرام در واقع قرار بدیم. و مورد سوال دیگریشون که درباره نماز خواندن در مسجد بود. بله، نماز خواندن در واقع با سر برهنه که با سر برهنه بدون کلاه نماز میخونن. اینو من عرض بکنم که در مورد عمامه به سر کردن و بستن عمامه که این تأثیری در ثواب نماز داشته باشه، این لفظی که من عرض میکنم دقیق است. یعنی پوشیدن عمامه که تأثیری در ثواب نماز داشته باشه، در خشوع و خضوع نماز داشته باشه، در برای قبولیت نماز بهتر باشه، در این زمینه هیچ گونه روایتی وجود نداره. تمام روایاتی که برای فضیلت عمامه وارد شده، تمام این روایات ضعیفی هستند. و حتی این که رسول الله صلی الله علیه وسلم عمامه می پوشیدند و علما نظرشون این است که این جز سنن عادات هست، جز عادات اون زمان بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار رو انجام میدادند، به این معنی که عمامه میبستند. و هیچ شک و شبهه‌ای نیست کسی به خاطر اتباع از رسول الله صلی الله علیه وسلم عمامه ببندند، زیرا که رسول الله این کار رو میکردند، این در واقع مصاب خواهد بود و ثوابش را خواهد برد. اما این نقطه که با عمامه نماز خواندن بهتر و اولاتر باشد یا ثواب بیشتری در نماز باشه یا بدون عمامه نماز خواندن مکروه باشه، چون این چیزی در شریعت اسلامی به صورت کلی وجود نداره. خواندن نماز با عمامه جایز هست، با کلاه هم جایز هست، بدون عمامه و بدون کلاه هم کاملا جایز هست به اتفاق تمام مذاهب اربعه. امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل بالاتفاق همشون بر این نظر متفق القول هستند که خواندن نماز با سر برهنه یا به تعبیر دوستان افغانی سرلوچ این کاملا جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی رو نداره، در جوازش هیچ گونه بحثی وجود نداره. منتها بحث در اینجا هست که اگر در یک منطقه پوشیدن سر به صورت کلی یا عمامه بستن به صورت کلی یک نوع احترام شمرده می شود، یک نوع زینت شمرده می شود. مردم عادت دارند که در مسجد و در غیر مسجد در مناسبت هایی که دارند با سر پوشیده مثلا می روند، کلاه سرشون هست یا دستمالی سر می کنند یا اینکه عمامه به سر می بندند و این جزء فرهنگ مردم هست که این یک نوع احترام می دارند. در چنین موارد عمل کردن بر این سنت یا این عرض بکنم که فرهنگ مردم اولاتر و بهتر هست، زیرا که بسیاری از مردم اینو بد میدونند و این از نظر شرعی هم در واقع الله متعال اشاره کرده به این در قرآن کریم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی در هنگام هر نماز زینت خودتون رو بگیرید، یعنی با آراسته ترین و زیباترین شکل بروید. انسانی که به طور مثال در یک جلسه رسمی بدون عمامه یا بدون کلاه و دستمال حاضر نمی شود، معنیش این است که در اون جامعه سربرهنه بودن یک نوع عیب در واقع شمرده می شود. بهتر و اولاتر هست که در این زمینه در هنگام نماز هم عمامه یا کلاهی رو در واقع به سر بکنند. اما این که حساسیت داشته باشند که کسانی که سرشون برهنه هست اونها رو به مسجد راه ندهند یا از مسجد بیرون بکنند، این نهایت حکمی که بشه در اینجا صادر کرد اینه که کلاه سر کردن یا عمامه سر کردن سنت باشه. نهایت حکمی که بشه صادر کرد که اینم ثابت نیست، عرض کردم در هنگام نماز هیچ گونه تأثیری رو نداره. اما جلوگیری کردن از نماز یا جلوگیری کردن از ورود افرادی که سربرهنه هستند به مسجد این کار حرامی هست، این ممانعت از عبادت هست و این مشمول می شود جز اون کسانی که از مساجد و آباد کردن مساجد در واقع انسان را منع می کنند. و نقطه دیگری که واقعا جای تعجب هست، این مطلبی که من در این زمینه به خاطرم هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه یک روزی دید که برده‌اش سربرهنه نماز می‌خواند. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دید که برده‌اش سربرهنه نماز می‌خواند و بعد از اینکه نماز رو تمام کرد بهش گفت که آیا تو با این حالت اگر امیری تو رو دعوت بکنه در یک مجلس عمومی حاضر هستی بروی در اون مجلس؟ این برایت عیب نیست؟ گفت نه، من در اون مجلس حتما یک چیزی سرم میگذارم، کلاهی عمامی بهترین وضع میرن. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند فالله احق ان یتزین له، این شایسته تر هست که برای الله خودت رو زینت بدی. پس بنابراین در مواردی که یک نوع زینت شمرده می شود، یک نوع در واقع فضیلت شمرده می شود، در میان مردم نشانه احترام هست، عرض کردم
میکنم که پوشیدنش اولاتر و بهتر است. اینکه احترام گذاشتن به عادت‌های مردم، بله، مظنه بی‌حرمتی در واقع نباشد در میان مردم. اما این که ممانعت بکنند برای افرادی که سرشون برهنه هست از ورود به مسجد، یا این که در بسیاری از مساجد کلاهایی رو گذاشتند، وقتی که به مسجد میراند کلاه سر می‌کنند. خب در بسیاری از جوامع سر برهنه بودن هیچ گونه عیب و ایرادی نداره، یک چیز کاملا طبیعی و در واقع عادی است برای مردم، نشانه بی‌حرمتی و بی‌احترامی یا سبک بودن نیست. خب هیچ اشکال نداره که سر برهنه نماز بخونه، حتی ولو اینکه امام باشه هیچ گونه اشکالی رو نداره. و اما این که در داخل مساجد کلاهایی رو گذاشتن، در بسیار از موارد من دیدم، خصوصا شاید در افغانستان یا در ایران یا در پاکستان موارد زیادی از این قبیل هست که به جای کلاه یک نمیشه گفت که کلاه گذاشتند، یک سبد توری رو گذاشتن، سبد پلاستیکی رو گذاشتند که مردم اینو روی سر خودشون میگذارن. خب این نشانه بی‌حرمتی هست. با این کلاهی که از حصیر باشه یا از پلاستیک باشه یا سبد آشپزخانه باشه، در واقع شبیه هست بیشتر تا اینکه شبیه به کلاه باشه، با این کلاه شما به هیچ عنوان نمیتوانید و نمیخواهید که در یک مجلس عمومی با احترام بروید حاضر بشید. چگونه حاضر هستید که در پیشگاه الله متعال چنین سبدی رو یا چنین کلاه حصیری رو سر خودتون بگذارید؟ پس بنابراین خواندن نماز با عمامه ثواب نماز رو بیشتر نمی کند. خواندن نماز بدون عمامه و بدون کلاه این اشکال شرعی ندارد و سبب کمبود و یا نقص ثواب نماز نمی شود و به اتفاق مذاهب اربعه خواندن نماز با سر برهنه و لوچ کاملا جایز هست، هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وارد نشده. منتها ما توصیه میکنیم که اگر در یک جامعه این به عنوان زینت شمرده می شود، اولاتر و بهتر هست که کلاه یا عمامه رو انسان سر خودش بگذارد. اما ممانعت کردن از افرادی که کلاه سرشون نباشه یا عمامه سرشون نباشه، در مورد حتی مشاهده شده که انسانی در هنگام نماز هست، افراد دیگر اومدن کلاهی رو برداشتن رو سرش گذاشتن در هنگام نماز. این موارد جلوگیری از این افراد یا این حرکات رو انجام دادن یا سر کردن و پوشیدن این کلاه‌های حصیری یا پلاستیکی، اینها به هیچ عنوان نشانه احترام به الله متعال و نشانه حرمت گذاشتن به نماز در واقع نیست. بله، تشکر میکنم از شما و وقت برنامه هم تموم شد. خیلی سپاسگزاریم. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه پای صحبت‌های ما نشستن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به خداوند متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهدى